در اینجا در دوشنبه تحت رقم 3 نامنویس شده است و دانیل دوباوینکو باشد رقم 8. اینها از بهترین بازیگرانی هستند که در شهر دوشنبه بودند. خوب اینجا اگر با بازیگری ویتنامی توجه کنیم او در مدار این بازی ها باز امتیازهای خیلی زیاد خواهد گرفت. اگر دوم شود 2130، اگر یکم شود 2500، حالا باشد همگی 100 در زینه 137 بود و 11336 امتیاز دارد و بعد این غلبه میتواند موقع خود را باز هم بالاتر برد و به زینه های بالایی براید. تا اون لحظه که این بازیگران بدن گرم میکنن آماده میشوند. حالا در اکران های ما این دانیل دوباوینکو هست از اسرائیل. درباره او معلومات های دقیق هم هست چون که من با سرمربی این دسته اسرائیل حالا صحبت داشتم. دمیتری دوباوینکو محض پدری دانیل دو بازیگر رو به اینجا آورده است و هر دوشان در فینال این مسابقات اشتراک میکنند. خود دانیل باشد دوباوینکو در موقع 203 در جدول رده‌بندی جهانی بادمینتون بازان موقع گرفته است. 7220 امتیاز دارد و در اینجا گفته ملکه به حیث بازیگری رقم 8 جابجا گذاری شده است و از طرف دیگر او این بازی ششم بین المللی اش هست که در تاجیکستان میگذراند. در حقیقت ایری حقیقی بادمینتون در تاجیکستان ادامه دارد. دوامی 3 هفته اگر گویم خطا نمیکنیم چون که در اینجا بازی های منطقه آسیای مرکزی هم دایر شدند که در اون دسته های زیاد اشتراک کردند. اگر در بازی های دسته 4 دسته باشد پس اینچنین در وخوری های انفرادی که حالا ما اینجا فینالش رو در تاجیکستان اینترنشنال سریس میبینیم. مسابقه بین المللی تاجیکستان است که من بعد شاید این بازی های بادمینتون پای در اینجا صورت گیرند و تاجیکستان مرکز ورزش آسیا شده است که این از حقیقت دور نیست و این حقیقت است که ما چنین ورزشگاه ها داریم و اینجا مسابقه های بین المللی برگزار میشن. اینجا شما گزارش های مستقیم رو از تلویزیون ورزش به یگان دشواری میبینید، به یگان مشکلات میبینید. حالا اینجا دمیتری است، دمیتری دوباوینکو مربی دانیل دوباوینکو گفتم او پدر این جوان است و اینجا کسی که حالا غالب میآید صاحب 2500 امتیاز میگردد. جای دوم 2130 و جای های سوم 1750 امتیازی میگیرند و با بازی های انتخابی امتیازهای خود را برابر خواهند کرد. از روی معلومات ها تا 60 نفره که در جهان موقع میگیرند آنها در بازی های المپی اشتراک میکنند. مقصد اومدن این بازیگران هم همین است. بیاید حالا شروع میکنیم. پیش از همه لی دوکپات ضربه هایش رو میزند. بسیار ضربه هایش قدرتمند بودند. ما بازی این بادمینتون باز رو الکی خیلی زیاد تماشا کردیم. حالا حساب رو هم باز میکند 1-0 و اینجا دوباوینکو توپ اینجا بیرون از میدان بود یا در روی بله بیرون از میدان بود. حساب الکی 2-0 میشد. لی در صف پیش قرار دارد. خب 3-0 درباره دانیل دوباوینکو چی گفتم ممکن است او از شهر مسکو است. سال 2022 اونها تا این دم در دسته منتخب روسیه بازی میکرد. دوباوینکو 2 مدال برنجی، 1 مدال نقره و 1 تیلو هم دارد. بین ورزشگران 15 ساله در اروپا هم بازی کرده است و مدال برنجی دارد و در دسته‌بندی بین 17 ساله ها 1 مدال تیلو دارد از دسته منتخب روسیه. اینجا حالا باشد دوک شرط های خود را برای دوباوینکو پیشنهاد میکند. این معنای او را دارد که بازی بسیار جالب خواهد شد و دوک شاید بله اینجا اولین
امتیازش رو حالا دوباوینکو میگیرد و جا کفکوبی میکنن. شاید به خاطر اون که دانیل است نامشو از سابق اتحاد شوروی و یا خود بگوییم از اتحاد دولت‌های مشترک المنافع یا مستقل سرچشمه میگیرد. 4-1 یک دفاعی خیلی خوب از جانب دانیل، اما ببینید با پشتش چگونه بازی میکند دوکا. این ضربه خیلی عالی بود ولی دفاع هم عالی است. به هر نوع دانیل توانست که اینجا امتیاز رو به دست آورد. 4-2. خوب ارسال ها حالا به راه مانده میشوند. مجلا لی دوک پات از ویتنام است. و حساب 3-4. آهسته آهسته حالا دوباوینکو برای برابر کردن حساب نزدیک می شود و چون علاقه با شما من دوستان گرامی در این برابر گفتم اینجا دوک در بازی که نیم نهایی بود با بدمینتون بازی آذربایجانی او اونه که در اینجا تحت رقم 1 نامنویس شده است اده رسکی دیویچایو بازی کرد و این بازی با نتیجه 21-17 21-13 به نفع بدمینتون بازی ویتنامی لی دوک پات انجام یافت. بازی نهایت جالب بود، یعنی باید اونه که در زینه 73 رده‌بندی جهانی جایگیر شده است اده رسکی از اونه که در جای سریوم نامنویس شده است و در اینجا دوک پات که اصلا در زینه 124 است مغلوب شد. خوب ببینید در یک لحظه ها مورد هر دو هم صیقل یافته هستند. شش چور اینجا بسیار آرام توپ رو گذرونید از توری باین. حالا بلند میزند و با اوت بفرستد دانیل. حساب 4-7 حالا به هر نوع جای دویم هم امتیازهای زیاد به دست می‌آورد. حالا 5 بسیار خوب اینجا ضربه زده شد، ارسال اجرا شد. خوب دانیل دوباوینکو در وخوری نیم نهایی یک بازی نهایت خوبه داشت با بازیگر هندوستانی واسودیوان و توانست 21-9 21-11 غلبه کند در 2 بس، یعنی 2-0. حالا باشد باز یک ضربه بسیار هم خوب میزند و تو با اوت میرود. 6-8 حساب ستی اول است و کی پیشتر به نیمه ستی اول میرود حالا خواهیم دید. علاقه 7-8 یعنی اینجا دوستان گرامی فینال است. اینجا بازی نهایی است و بازی نهایی جالب و مسئولیت بلند دارد. حالا باز ببینید خیلی دور دراز بازی میکنند و نهمین امتیاز رو هم لی دوک پات به دست میآورد و زود عوض میکند. توپ رو عوض میکند یا ولن رو عوض میکند که این برایش موافق خواهد بود. مالکه گفتیم برای چی ولن رو عوض میکند؟ به خاطر اون که آن موازیت خود رو گم میکند. بعد ضربه هایی که زده میشوند آنها هم نقص پیدا میکنند. 10-7 3 امتیاز پیش است لی دوک پات. اولا بجرانی بازی هایی که اولا لی دوک پات با اجرا رسانیده است نظر میکنم لی دوک پات وخوری
مشکلش اینجا از کی بود؟ با شنگ از کانادا قوا آزمود، آن هم 21 6 21 11 و پایان رسید و این بازیگر دعواگیری اساسی خواهد بود و شاید خوب اینجا حالا شما لحظه جالب رو هم تماشا میکنید. بعداً پیش از این لی دیوک پات توانست هنلینگان را از کشوری انگلیا هم شکست داد 21 5 21 11. یک بازی دیگرش با توجیبویف بود 21 8 21 7. توجیبویف از نه توجیبویف بلکه توجیبولایف از قزاقستان او رو هم 21 8 21 7 شکست داد. خوب نیمه اول اکنون با پایان رسید نیمه دوم شروع می شود 12 7 به نفع لی دیوک پات. او یک امتیازی میگیرند. در مجموع تقریبا گفتم 36 نفر بازیگران در اینجا شرکت ورزیدن که این 2 نفر بهترین ها هستند که در فینال در نزد ما و شما هنرنمایی میکنند. چهارده 8 دوباونکو از همه دشوارترین وخوری داشت در این مدار یوکینه. گفتیم درباره وخوری نیم نیمه‌ایش، حالا باز یک امکان دیگر داشت. خوب دفاع میکرد اینجا دیوک. واو 9 14 دوباونکو با بدمینتون بازی قزاقستانی یک بازی نیویاد دشوار داد. دمیتری پانارین از قزاقستان 21 19 14 21 21 15 2 بر 1 با دشواری مغلوب کرد. این وخوری 4 1 نهایی بود که ما اونجا این وخوری رو منظور شما کرده بودیم. حالا باشد لکه با اوت میزند 15 10 و یک امتیاز دیگر میگیرد. حالا دانیل روهان طول رو از انگلیا 21 15 21 11 شکست داد. در این برابر دوباونکو باز سامیوان از کانادا بود، او رو هم 21 6 21 6 با نتیجه یخیره در 2 بست مغلوب نمود. حالا حساب 16 11 لی دیوک پات از کشور ویتنام در صف پیش قرار دارد. ببینید ارسال‌هایش خیلی خوب هستند، کوتاه بازی میکند و حریف رو مجبور میکند که به اشتباه رو دهد. و بعد این ارسال‌های نهایت سست و کوتاه امکانیت پیدا میشد که ضربه هم زند. ببینید اینجا دوباونکو دوم بار پای در پای اشتباه میکند. 19 11 بسیار چولاک است پات. خب لی در خط مهارتش ارزنده است. این بازیگری ویتنامی رو خطاهای سوده‌اش کمتر هستند. حالا 12 20 یک امتیاز دیگر برای دیوک در این حالت برای پیروز شدن. لی دیوک پات
13-20. و یک اشتباه دیگر تعریف کردیم شاید چشم گرفت رو که حالا با اشتباه پای در پای رو میدید. باز با اوت بزند. 15-20. لی دوک پات یا فت هم هست. 15-20 در وجه ف خونده بشه در جای دیگر پ و اینجا پای در پای این علاقه چهارم پنجم است. پنجم امتیازه که حالا دانیل دوباوینکو از اسرائیل به دست میارد و اینجا علاقه 21-16 نتیجه ست اول است و اینجا علاقه ما گفته میتونیم که لی دوک پات توانست که یک قدم استوار گذارد برای چمپیون شدن در تاجیکستان در سلسله مسابقه های بین المللی که با نام تاجیکستان اینترنشنال سیریس 2023 نوشته شده است. اصلا بازی های انتخابی هستند برای امتیازهای المپی. اینجا مبارزه در جریان است و حالا لحظه های این بازی لحظه های جالبش رو کارگردانی ما پیشنهاد میکند اینجا و بعدا طوری گفتم چون بازی های المپی است و امتیازها رو در پای دارد میتواند که بازیگران رو به بازی های المپی پاریس 2024 برد. ما البته در قطار آنها همین بازیگرانی که اینجا هستن خواهیم دید زیرا که در بازی های المپی سال 2021 یک نفر بانو اینجا اشتراک کرده است که حالا نوبتش میآید. این هم کسینیا پالیکار پووا که از اسرائیل هست. او حالا بله اینجا همین نفره که حالا من به شما کسینیا رو در برش گفتم او در وخوری نیویی حالا به میدان خواهد اومد. او اشتراکچی بازی های المپی سال 2021 در توکیو است. خودش اصلا از روسیه زاده شهر سنت پترزبورگ است و او هم سال 2022 کسینیا پالیکارپووا با اسرائیل گذشته است. نه کمی بروقتر معذرت میخوام او کمی پیشتر با اسرائیل رفته است و از اونجا حالا در حیاتی این دسته بازی میکند. بسیار هم مهارتش عالی است. خوب بازی رو هم در جریان این وخوری ها خواهیم دید. خب برمیگردیم با بازی با نیمه دوم یا خود ست دوم این وخوری که حل کننده خواهد بود برای لی دوک پات از کشور ویتنام که حالا بله با پیراهن‌های سفید اینجا با پشت طرفی ما ایستاده است. خب اصلا مهم دور و دراز بازی میکنند که این در بازی های پیش کم بود چون که اینجا مهارت سایقل یافته است. مهارت بسیار هم والا هست از این رو آنها میتوانند همه امکانات های خود را اینجا تحریزی کنند از نگاه فنی البته. حالا باز حساب اینجا برابر می شود. 1-1 است و در مجموع در ست ها بله 1-0 است به نفع لی دوک پات از کشور ویتنام. حالا ببینید اینجا چگونه کوتاه بازی میکنند. نیوید برای دوباوینکو خوب است. امتیاز دوم را به دست میآورد. گاهی
این طوری که در بین هست برای بدمینتون بازان کمک هم می نماید، می رسوند. 3-1. دیروز وقتی که بدمینتون بازانی ما اینجا بازی میکردند، من یک سوال در من پیدا شد که از طرف راست دوور بازی کردن اینجا شاید دشوارتر باشد. نه، اینطور اصلا نیست، چون که بدمینتون بازانی ما از کنار چپ 2 مرتبه پیروزی به دست آوردند. در آخرین مورد بسیار ضربه عالی از خط دوم گوییم، خط نمیگیم، از همون دوری، مثل بازی والیبال است، تنیس است که همین گونه ضربه ها با مشاهده میرسند. دفاعی خوب از هر دو جانب، هجوم هم چنین به چشم میرسد که بله، خیلی ضربه خوب. همچنین از همین مسابقه که حالا سپری گردید، چون خلاصه برآورده ممکن است که وقتی که توپ راست به تنی بازیگر زده می شود، گرفتنش نیاید دشوار، مثل اون که حالا نو دانیل دوباوینکو همین گونه به تنی دیوک زد. لی دیوک پات با سلسله بین المللی بازی های بدمینتون تاجیکستان 2023 است. برابر می شود، نه، جو 5-3 می شود. حالا ببینید دانیل کمی هم باشد پیشرفتی رو به دست خود گرفته است. بله، یک بار ضربه، همین گونه یک بار ضربه ها خب چون انتظار نمیشه، گردانش دشوار می شود. حسابی 5-4 یک لحظه عرق جبین تازه کردن اینجا مسئولیت دارد. دوران از تاجیکستان، از دیگر کشورها، در مجموع 21 دولت جهان نمایندگان بدمینتون خود را به اینجا فرستادند، بازیگرانشان را. اینچنین داوران خیلی زیاد هستند، از فیلیپین، از کره، از سنگاپور، از همه کشورها. البته این خیلی خوش است که 21 دولت در مسابقه بدمینتون اینجا شرکت می‌ورزند. جایی که بدمینتونه که حالا در کشوری ما قدم‌های اول رو می‌گذارد و 20 برابر میشد، 5-5. بله، اینجا حالا الکی باز دانیل موقعیت خود رو بهتر میکند، یک قدم به پیش میگذارد. 6-5. خوب، چی بود اینجا؟ بیرون از میدان بود. خب زود ایواز میکنند توپ ها رو. 7-5 یک امتیاز کار میکرد اینجا دانیل. ولی بله، گفتم الکی که با از روی خلاصه ها در اون روستا وقتی که با خب اینجا گروه تماشابینان گفتیم بسیاریشون البته ورزشگران هستند، اما برای تعطیلی تابستانه مکتب رو خوب گذراندن، اینجا مکتب بچگان هم در اینجا حضور دارند. خوب بود ضربه، نیویت عالی بود از جانب لی، برابر نکرد حساب رو. گمان میکنم که همین گونه نفرانه که بسیار هم
бадминтонро дӯст медоранду чақон ҳастанду аз нигоҳи фаннӣ метавонанд касбияти худро боло баронанд. дар тоҷикистон кам нестанд, чун инфиродӣ ҳаст. як нафар метавонад обрӯи нуфузи кишварро дар ҷаҳони муосир дар варзиш боло бардорад. барои ҳамин таъсиси гурӯҳҳои бадминтон дар ҳама ноҳияҳо имконият дорад. мисли ки волейбол дар ноҳияҳое ки кӯҳсор ҳастанд, кӯҳистон ҳастанд, онҷо волейбол хеле пеш рафтааст. масалан дар бадахшон, дар панҷакен, дар дигар ноҳияҳои дигар ин бозиро ҳам ташкил кардан мумкин аст ки дар мактабҳо ҳам бадминтон бозанд ва он вақт беҳтаринҳоро мо интихоб кунем. ин як нав гӯшасе аз ман барои масъулоне ки дар бадминтон ҳастанд, вале ба ин нигоҳ накарда федератсияи бадминтони тоҷикистон ин вохӯриҳоро ки ҳоло яке ба анҷом расид ва дигаре имрӯз ба поён мерасад ба дараҷаи аъло ташкил карданд. хеле хуб ҳам ҳаст. ҳамин гуна ки мо мегӯем шояд дар шаҳр ҳам бисёр аз хонандагони мактабҳо мехоҳанд бадминтон бозӣ кунанд. шояд ҳоло майдонҳои футбол хеле зиёд ҳастанд. футбол инфиродӣ нест, футбол даставӣ аст. бисёр ба дастовардҳо ноил шудан бисёр душвор аст, аммо дар ин инфиродӣ мешавад ки ситораҳо ба вуҷуд ояд. ин аз маҳорат аст, аз болоравии малака ҳаст. дӯстони гиромӣ, боз 9-9. ин навбат тақрибан дар сети дуюм баробарӣ ба чашм мерасад. дар сети аввал ин вақт ҳоло 9-7 буд. ҳоло дидед, пат як назар кард ки тӯб дар майдон ҳаст ё не, он тӯбро баргардон. тӯб дар майдон буд ва зарбаш ҳоло хато аст. ин гуна хатоҳоро хатоҳои сода ҳам номидан мумкин, чунки онҳое ки дар бозиҳои олимпӣ бозӣ мекунанду ё мераванду ё имтиёз мегиранд, бояд бо кайфияти баланд чунин иштибоҳро накунанд. баробар мешавад. боз дидед чӣ гуна ли бо сурати баланд ин корро анҷом дод, ин зарбаро анҷом дод. даниил то ҳоло баробар меравад ба пеш 1-0 ба нафъи ли пат аст. бале баъди ин зарба, баъди ин имтиёз, нимаи дуюми сети дуюм ҳам ба анҷом мерасад. 11-10 даниил дубавенко ҳоло ба сафи пеш мерад. хуб, ҳоло падараш аст ин дмитрий дубавенко. тарзе гуфтам соли 2022 ба исроил рафтанд ва аз он ҷо ҳоло ҳунарнамояшонро дар майдонҳои гуногуни ҷаҳон идома медиҳанд. мо таҳримҳоро нисбати варзиши кишвари русия ва беларус мебинем ва аз ин роҳ бисёре аз варзишгарон дар ба хотири иштирок дар мусобиқоти байналмилалӣ, чунки сол ҳам меравад, барои ҳамин ба ин давлатҳо муроҷиат мекунанд ё меоянд ки шарафи онҳоро боло бардоранд. хуб, барои онҳо чӣ зарурат дорад? танҳо гуфтам ҳамон шаҳрвандӣ ё худ шаҳрвандии варзишӣ ки танҳо барои иштирок дар мусобиқаҳо дода мешавад, ҳамин гуна ва бад нест. ман чунки аллакай дар ин бора як маротиба гуфта будам ки дар қисмати зиёди ин дастаҳо аз ҷумла озарбойҷон 4 нафар ё аз Индонезия ҳастанд ё аз кишварҳои шарқи осиё ки он ҷо бадминтон боло рафтааст. хуб, намояндагони федератсияи бадминтони тоҷикистон нишон дода мешаванд ин ҷо. аз оғоз то ба ҳоло Наргиз Набиева, ноиб
رئیس فدراسیون بادمینتون هستند که اینجا حضور دارند و کارو پیش میبرند و حالا باز یک امتیاز دیگر برای دانیل دوباوینکا 12-10 موقعیت دارد که در ست دوم کامیابی به دست آورد. ولی بسیار کوتاه بازی میکند حالا دیوک و به این توپ نمیرسد. یک لحظه بازی زیبای بادمینتون رو اینجا دیدیم که با تمام هستی اینجا مبارزه برای هر یک امتیاز است. برای هر یک امتیاز مبارزه هست و بعدی بله از به زمین افتادن اینجا حتما اینجا باید میدان تازه کرده شود، آروی تارو داده شود، چون که اینجا پس از اون لغزیدن ممکن است. بازی ادامه دارد دوستان گرامی. اینک میدان هم به حالت خوب برگردانده شد، یعنی آزاده کرده شد، تازه کرده شد و حالا دوباوینکا باز ارسال‌های خود را به راه میماند. چگونه این گونه توپ رو برداشتن ممکن است؟ در حقیقت بسیار هم خوب اینجا برای این توپ رو به خود مایل کردن لی کوشش زیاد کرد. اما آخرین ضربه که بسیار بلند برداشت میتوانست که از توری بین نگذرد، ولی او به هوا چنان زد که پرواز رو دیدید. اینجا این توپ ها محض برای همین گونه حرکت ها رو اجرا کردن یعنی ساخته شدند و در بازی گذاشته می شوند. حالا حساب برابر است 12-12. ضربه سخت رو میگردوند اینجا پت تیز تونده است. یک شرایط خوب، یک برداشت خوب بود برای لی و او این پروازی بلند توپ را استفاده برد. به صفی پیش میبراید 13-12. اینجا اونهایی که در بازی های نیم نهایی بودند، حالا واسودیوان و همچنین دیویچایو از قزاقستان جایگاه سوم را گرفتند. دو نفری که در وخوری نیم نهایی بودند و حالا اکنون اینجا حساب برابر می شود 13-13. اینجا حالا البته در نمالوهایی که اینجا در حضور بینندگان هست و در تالار گذاشته شده است آنقدر برای ما نمایان نیست. و حالا حساب 12-15 بود و من فکر میکنم که اینجا حالا حساب 12-15 باشد. حالا لی
باز نزدیک میشه 14 15 در حالی که خب این سرداری وخوری است از قزاقستان که اینجا حالا حضور دارد و این بازی رو از گوشه تماشا دارد. وخوری فینالی است و حالا محض دوور اینجا حالا به نزدی حکم این وخوری اومد. فکر میکنم در همین شاید کمی اشتباه در حساب خوب باشد، نمیدونم، چون که از روی حسابی که ما میبردیم همین گونه که بود گفتیم، ولی ببینید حساب دیگر گونه شد. یک بار میخوام در تولر هم این حساب رو ببینم. حساب رو در 13 15 ایستاده است. بار دیگر ما اینجا حالا ببینید، بله اینجا بله بعد همون سخنی که من گفتم که حساب گو اشتباه میشد، بله حالا 14 15 درست است. و اکنون دانیل دوباوینکو باز موقعیتی خود را بهتر میکند. 16 14. خیلی خوب اینجا دفاع کرد و این رو باید با امتیاز جمع بست کرد، اما نتوانید. ضربه آخرینش اوت فرستاده شد این توپ. و بار دیگر حالا لی دوک پات از کشور ویتنام عوض میکند ولان رو. حالا لی ضربه زده میشد، اما جواب هم عالی. و تو از توری بین نمیگذرد و برابری در این لحظه ها مورد توجه ما شما است. نمولوا هم 16 رو نشون میدهد که این معنای اون رو داد که سرداوری مسابقه باز بله توپ ها ولن ها رو میبرد به نزد داور مساعد یا خود یاوری داور. برای عوض کردن ولن ها بسیار زیاد عوض میکنند. این وخوری فینالی است و برای آنها همه امکانیت باید خوب باشد. دیمیتری رو نشون میدهند دوباوینکو، پدری دانیل دوباوینکو. ولی حالا غم میخورد که حساب برابر است. یک بار صرف به نفع حریف. ورزشگری ویتنامی البته طرفداری بازی زیبا هستیم. اوت 17 دانیل با پیش برآمد. ما البته جانبداری بازی زیبا هستیم. برای ما کدام کشور غلبه میکند، کدام ورزشگر به بازی های المپی میرود فرق ندارد. اما اینها وقتی که بازی میکنند در پاریس 2024 اگر برآمدند امتیازهای المپی رو گرفتند، اون وقت ما میگیم که از تاجیکستان آنها امتیازها رو به دست آوردند. 2500 اون که در جای اول است، 2130 اون که در جای دوم. و این ضربه خوب همه رو آماده کرد برای همین ضربه رو زدن. دو بار پاس پرتوفت تو که دانیل توپ رو بلند پرتوید. دانیل توپ رو بلند پرتوفت و ضربه رو زد. یعنی این همون رفتی بازی است. 18 17 انیخترش 17 18 حالا ارسال ها رو محض لی دوک پات با اجرا میرسد، یعنی توپ رو با بازی میدارد.
این همین توپی که از زمین برداشته می شود و ارسال ها بسیار کوتاه هستند. بودن حالت هایی که یک بار ضربه زده می شود و همین گونه که حالا دانیل ضربه می زند. 19-17 دو امتیاز پیش است دانیل. خودش حالا توپ رو به بازی می دارد. بسیار تیز با یک جست مثل همین گونه بود ولی خوب تیز بازی میکنند و بسیار نزدیک بودند با هم و موفق می شود اینجا لی. هجده 19 الکی اگر با سیتی اول نگاه کنیم 21-16 بود. در میدان است 19-19 در روی خطا. بله تبش خیره است دیمیتری دوباوینکو مربی دانیل رو و اوت 20-19 لی دو پات با صفی پیش میبروید. این الکی از اون دولت میکند که بازی به انجام رسیدنش ممکن است و این امتیاز تقدیر سوز. امتیازی تقدیر سوز است. بسیار تیز ببینید این سرعت رو، سرعتی بلندی بازی رو که هر دو بله با اوت میزند. 20-20 حالی معین نشد. حالا بازی ادامه دارد. 20-20 اکنون کدومی که دو امتیاز بیشتر میگیرد پس او در این ست گلی خواهد شد. اگر لی دو پات بازی به انجام رسد 2-0. اگر دانیل دوباوینکو پس باز ستی سیوم رو هم خواهیم دید. اما دیدید چگونه سرعت بود اینجا در امتیازی تقدیرساز در ستی دوم. اوت 21-20 یعنی 21-20 به نفع دانیل دوباوینکو. اینجا هم اکنون برای دانیل بسیار لحظه فرح بخش خواهد بود به شرطی که اینجا اگر تواند و خوب بازی میکند. دفاعش خیلی ارزنده است ولی این ضربه هم به همتا بود. این ضربه پشتی دست بسیار ماهرانه اجرا شد. اگر این لحظه یک تکرار میبود در این ایست ما چگونه با پشتی دست بازی کردنش رو ما باز هم راحت تر این حالت رو میدیم. بیاید یک بار توجه کنید. حالا این ضربه رو ببینید پشتی دست. حتی دانیل هم به این توپ رسید ولی بسیار پست بود و آن رو برگردوندن دشوار. باز برابری 21-21 فخوری فینالی است دوستان گرامی در مسابقه انتخابی بازی های المپی پاریس 2024. یکی بالا می رفت دیگر رو انتظار می شود. حالا اینجا مربیان خیلی زیاد هستند ولی از روی که ما میبینیم اینجا حالا لی دوک پات مربیش اینجا نیست. خوب از ویتنام بین مردم همگی خوب یک نفر اشتراک دارد دوستان گرامی. یک نفر ولی به معنی که در فینال بازی میکند. 22-21 لی باز یک امکانات دیگری مچ بال دارد یا خود مچ پوینت خیلی که میگویند. خب هر نوع مچ بال مچ پوینت فرق ندارد اما این ارسال آخرین برای او خواهد بود که حالا به اجرا میرسوند. توجه و باز برابر بشود. 22-22
بسیار هم ماهرانه بود اینجا، بسیار هم خوب بود. برابری هنوز پایبرجاست و وخوری نخستین نیهایی در رقابت‌های انفرادی ادامه دارد. ما و شما حساب 1-0 را به نفع لی دوک پات می‌بینیم، اما اینجا بچه بدمینتون بازان تاجیکستان هستند. دیروز یک مهارت بسیار زیبا نشان دادن. من بازی آنها را تماشا کردم. اینها نفرانی بودند که توانستند در یک بازی نهایت زیبا یک پیروزی به دست آورند و قزاقستانی ها را انجام دهند. حالا باز لی دوک پات به صفی پیش می براید. علی جان مسافرов و محمد سعید سلیمов بودند. نه اون بازیگرانی که ما به شما نشان دادیم. بدمینتون بازی تاجیکستان دو نفره خیلی خوب، یعنی جفتی پسران و تمام. این نعره رو بینید، نعره شیرانه برای لی دوک پات و او غالب مسابقه بین المللی در شهر دوشنبه در مملکت با نام تاجیکستان شد و این حالت اکنون برای او بهترین خواهد بود. به کدام خاطر؟ به آن خاطر که او 2500 امتیاز کار کرد. در این مقابل دانیل دوباوینکو هم 2130 امتیاز در اینجا به دست آورد. به هر نحو این هم خیلی خوب است برای امتیازهای المپی، اما جای اول که اینجا من با شما گفتم منزلتش خیلی بالا هست. نصیب بدمینتون بازی ویتنام شد. همگی یک نفر از ویتنام به اینجا در بخوری انفرادی اشتراک کرد و او هم غالب دانسته شد. حالا بله لین دوک پات است که از ویتنام به تاجیکستان آمده است و همیشه یک عمر در خاطرش باقی خواهد بود که اینجا در قصر تنیس تاجیکستان در مجموعه ورزشی آبی پیروزی به دست آورده است. حالا ببینید این لحظه های زیبایی که اینجا ما و شما با هم دیدیم. اکنون نوبت واخوری های جفتی فرا میرسد. جفتی آمیخته است و آنها هم اینجا خیلی زیبا بازی خواهند کرد. همین گونه مسئولیتی بلند، همین گونه استفاده فنونی بازی بدمینتون از جانب هر دو بازیگر اینجا بسیار مجلا بود، بسیار هم خوب بود و این همین نعره‌های آخری که لی اینجا به ما نشان داد. اینجا گروهی هستند از بدمینتون بازان که از دیگر کشورها آمدند. من البته در این باره با شما گفتم قسم زیادی کانادایی ها هستند، از شرق آسیا هستند، بازیگرانش یا در همونجا زندگی میکنند و شهروندی همونجا رو دارند که با اینجا آمدند. مسئولیت بلند است. خوب گفتم البته درباره اون که فدراسیون بدمینتون تاجیکستان با تمامی میل این بازی ها رو به درجه اعلا میگذراند. حالا انتظار میشویم بازیگرانی که باز به میدان میآیند و باز برای مدال های طلای نقره مبارزه میبرند. خب اینجا حالا اعلام شود که برای غالب مدال سپریده می شود و به این لحظه حالا طور دیده استادیم آماده می شوند. لی دوک پات از کشور ویتنام جای اول،
خوب امروز ما دیدیم دانیل دوباونکو از اسرائیل جای دوم رو گرفت. خوب چی؟ بله دانیل دوباونکو بله جای دوم اعلان شد. دانیل اولا با میدانی با زینه نشانگیری یا خود تخت میگن، تخت هم شاید همین گونه باشد. خب بله پات است، لی دوک پات میدان طلای مسابقات بین المللی تاجیکستان رو میگیرد. البته جای سوم اینجا با نقشه گرفته نشده است شاید، ولی اونه که من با شما گفتم که دیچایو از آذربایجان و همچنین واسودیوان از هندوستان در وخوری‌های نیم نهایی بودند. آنها همچون جای سوم شاید محسوب میشوند که 1705 امتیازی 1750 امتیازی میگیرند و اول خب پس در بادمینتون دو جای اصلا موقعیتش بلند است. یک و دومی رو ما در همه جا میبینیم، اما در اینجا جایهای سوم رو شاید دعوت نکردن و یا جایهای سوم ندارن. و اونایی که اولا با من نمیگن که اونایی که دیروز باخته بودند این دیچایو از آذربایجان و همچنین واسودیوان علاکای از تاجیکستان رفتند. شاید همین گونه باشد. اگر چنین معلوماتی که اولا دسترسی ما شد اگر درست باشد، پس در رقابت هایی که بعدا میشن جایهای سوم داشته باشند، این گفته های ما دقیق خواهد بود. انتظار بشویم. دوستان گرامی برمیگردیم با قصر تنیس با بازی نهایی جفتی اومخته. امروز در نزد ما و شما دیمیتری پانارین از قزاقستان، یوخید پانارین از قزاقستان و کامیلا اسماگولووا در مقابل هایتمورод قولماتوف و همچنین روموالدا باتیرова. اینها هر دو دسته هستند که قزاقستان رو نمایندگی میکنند. یعنی در فینال جفتی اومخته قزاقستان توانسته است که با وخوری نهایی را خواهد گیرد. حالا بیاید یک لحظه بله اینجا بله اینا هایموراد قولماتوف و روموالدا باتیرова با پیراهن‌های کبود رنگش کبود هستند و با پیراهن‌های سفید. اینجا دیمیتری پانارین و کامیلا اسماگولووا هستند. دوباره هم معرفی میشوند.
اینجا مسئولیت بازی نیویت بلند است. حالا بازی شروع خواهد شد. دمیتری پانارین و کامیلا سماگولووا دیروز در یک وخوری با بادمینتون بازون مصر قواز بودند. با دوحهانی و الجمال با حساب 21-14 پیروزی به دست آوردند. در این برابر در این وخوری الجمال با دوحهانی غفوربک جبارو و بردو قاسم جانو را از ازبکستان مغلوب کردند. وخوری کمی معذرت میخوام، اینجا جمال با دوحهانی از جمهوری مصر 21-14 غفوربک جبارو و برنو قاسم جانو را از ازبکستان شکست دادند و بعدا در وخوری 4-1 نهایی با دمیتری پانارین و کامیلا سماگولووا قواز بودند. 21-11 21-18 در وخوری 4-1 نهایی قزاق‌ها با پیروزی رسیدند. اما در وخوری که اینجا دمیتری با کامیلا در برابر بلالدین خوشکربویف و سویچ صادق با بازی بودند، این بازی 21-12 21-11 با غلبه دمیتری پانارین و کامیلا سماگولووا انجام یافت. اکنون حالا وخوری فینالی است. خوب اینجا حالا اگر ببینیم که راموالدا باتیرووا و همچنین کولماتوف هایتمورود اینها هم در دور اول بازیگران ازبکستانی اسدبک اولیمجانوف و ستاره‌بانو محمودووا را که با بازی نبرآمدند مغلوب کرده حساب میشوند. البته در دور اول گذشتند و بعدا مقصود توجیبولایف با رحمت‌الله و اینها هم از ازبکستان بودند. این دسته رو، این جفتی اومیخته رو با حساب 17-21 23-21 و 21-17 مغلوب کردند، شکست دادند و اکنون اینجا بازی نهایی است. طوری گفتم دو دسته جفتی اومیخته قزاقستان در میدان. لحظه گرمخوری بدن هم اینجا ادامه دارد. حالا اینجا که با شما این بازی رو تماشا میکنیم، حالا هایتمورود کولماتوف منظوری ما و شما است و آهسته آهسته اکنون مسابقه هم جنبست می شود و قسمی از اشتراکداران این بازی که حالا اینجا هستند دوستان گرامی به وطنهایشان برمیگردند از تاجیکستان حکایت خواهند کرد، از زیبایی شهر دیلارای دوشنبه خواهند گفت، از زیبایی شهر افسانوی بهشت آسا دوشنبه خواهند گفت. خوب وقتی بازی هم فرا میرسد، گرمشوی بدن به پایان رسید. حالا از کناری کما ایستاده ایم اینجا دمیتری پانارین و کامیلا سماگولووا، حالا در این راستا هایتمورود کولماتوف و راموالدا باتیرووا از قزاقستان روبروی ما جایگیر شدند. بیاید تماشا میکنیم. بازی شروع می شود. دیروز بازی دمیتری رو با کامیلا اینجا من پری روز شهر داده بودم، روزی گذشته یک روز پیش. بسیار خوب بازی کردن، بسیار صورت بازی بلند بود. دمیتری پانارین خوب پانارین بود است، نه پانارین. و اولین امتیاز رو محض همین جفت دمیتری با کامیلا به دست می‌آورند. دومین امتیاز هم نصیب آنها می شود. از وخوری‌های انفرادی دیده وخوری‌های جفتی بسیار هم خوب هستند، زیبا هستند، صورتشون بلند است. 2-1 است و حالا الکی 3-1
4-1. اینجا تیز ممکن تمام بشود، در حقیقت درست است زود تمام بشود، چون که پنارین شاید اینها بله بهتر بازی میکنند. دیدید سرعتشان بلندتر است و از نگاه فنی هم خیلی افضلیت دارند. اوت 6-1. ضربه خوب بود از جانب حید مراد. و کمی هم باشد راموالدا سوستر بازی میکند از جانب دسته دویومی قزاقستان و این ضربه گریسته نشونده است و کمیل خیلی ضربه های خوب دارد. سماگولووا 8-2. بسیار بلند برداشت، بلند پرتافت و او توپ از میدان بیرون رفت. 8-3. البته 3-8. حالا ارسال از جانب راموالدا است با تیروا و در راه راست او خطای عادی میکند، ساده میکند و در روی خط بود یا نه؟ قضیه دوور چی است؟ بله در روی خط بود. 4. توپ در بازی است، یعنی 10-4. پنارین خوب اینجا ضربه میزند و حالا بله نیمه اول این ستی اول با پایان میرسد. 11-4. سرعت بازی اونقدر بلند نیست. تماشابوب هم نمیدونم تماشابوب نیست به خاطر که سرعت نیست و بازی توپ در بازی بیشتر نگاه داشتن نمیشود. فرق بین وخوری اولی فینالی چون انفرادی بود با این جفتی آمیخته 100% دیگر است. خب لحظه های بازی رو تماشا میکنیم و بعد برمیگردیم به ادامه این وخوری. این بازی این مهارت رو بینیده از نگاه تکنیکی پنارین چگونه بازی کرد. بازی نهایت جالب بود. در یک وقتی ایست شاید ما این حالت رو ببینیم، حالا این فرصت نیست و پنجمین امتیاز رو هم به دست میارند. در روی خط نبود، اوت بود. صدا هم بلند شد. 13-5. 14-5. همین گونه تست با اجرا میرسد این ضربه ها. باز اوت است. 15-5. 10 امتیاز فرق است. البته این جفتی به هم مناسب نیستند، کم بود. عموما اگر همین طریق نگاه کنیم همگی 8 دسته بود در اینجا و با این دو دسته جفت بود. گیم دسته نبود، جفت بود، اما کشورها رو چون معرفی میکنن دسته گفتم خطا نخواهد بود. اما مخلصی ذکی ما زود بعضی اشتباه ها رو پای خاص میکنه. به هر نوع از جمهوری مصر عرب بودند، از ازبکستان 2 دسته، از قزاقستان 3 دسته، از ازبکستان هم 3 دسته. در اینجا از تاجیکستان دسته نبود یا که نماینده نبود که بازی کند. هنوز 10 امتیاز، حالا 11 همش در فرقی بازی دسته ها است. 19-7.
و 27. یک امتیاز دیگر برای انجام ستی اولی این وخوری دیمیتری پانارین از قزاقستان، کامیلا اسماگولووا همدستش در این جفتی اومخته 21 نه 28 شد و اینجا ستی اول پایان رسد 21-8 و من اینجا باز مخلصانی شده میشم. باوری دارم که حالا اون لحظه بازی دیمیتری که با پشتش توپ رو برگردونده بود با یک رسش کوتاهی دست چگونه همون رو نشون میدن در این حالتهای تکرار و ما از اون لذت خواهیم برد. بسیار ساده، بسیار آسان. همین دیدید چگونه بازی کرد، نگاه نکرده حتی این توپ رو چگونه دریافت. خوب فقط حس کرد که پرواز توپ همین گونه است. یعنی از روی حساب‌های دقیق متماتیکی او توانست این حالت رو بردارد. خوب این نمایندگان فدراسیون بادمینتون تاجیکستان هستند که اینجا مسئولیت دارند. داور هم به ما مجلل نشان داده می شود. و اکنون برمیگردیم با ست دوم این وخوری. اینجا اصلا نرگس نبیه و راهبری کولی برگزاری این مسابقه هستند که مسئولیتی بلند دارند. ما نرگس رو همچون ورزشگر خیلی خوب میشناسیم و بازی شروع می شود. راموالدا نه، اینجا دیمیتری پانارین توپ رو با بازی در آورد و زود امتیاز رو به دست می آورند. نه برابر بشود. البته از بازی زیبا هم شهر معوا میگیرد، ولی همین گونه ضربه ها بیشتر شوند اما با اوت نه. خوب دیدید ضربه که حیات مراد زد، حیات مراد با بیرون رفت اما این ضربه زدش ماهرانه است از جانبی حیات مراد کولماتوف. چور یک عجیبش یک چور پنج علکه با زودی انجام یابند. یعنی دو دراز بازی کردن در این جفتی آمیخته که در فینال بازی میکنند کم دیده می شود. این چهارمین ضربه بود. توپ در میدان است یا در اوت؟ در میدان است اما حساب حالا 3-5 حالا جفتی دویومی دسته قزاقستان، جفتی آمیخته دویوم حالا با بیرونی میدان میده 4-5. برابر می شود 5-5. شش پنج و دوستان گرامی اکنون نوبت مسابقه های بین المللی دیگر هم در پیش هستند. باز ما اینجا بازی های دیگری بین المللی را در قصه تنیس خواهیم دید. 7-5 امروز با احساسات بلند هم گفتم ممکن است که ما بتوانیم در بسیار رشته های ورزش چمپیونات های جهان رو در تاجیکستان گذرانیم.
чемпионатҳои осиёро ҳатто аз футзал ҳам ҳамин гуна чемпионатҳои сатҳи баландро гирифтан мумкин аст дар Тоҷикистон гузаранд ва таваҷҷӯҳ ҳам аз ҷониби ҷаҳониён федератсияҳои ҷаҳонӣ зиёд мешавад барои гузарондани мусобиқаҳо дар Тоҷикистон зеро тинҷию оромӣ бараъло ҳувайдост осмони софи беғубор ҳамеша ҳаст шабҳои дароз то соати 12 гоҳ-гоҳ ман ҳам дар кӯча ҳастам мардум сайр мекунанд ҳаво рӯзона гарм аст шароитҳои хуб ба вуҷуд омаданд душанбе ба яке аз шаҳрҳои беҳтарини осиё табдил хоҳад ёфт ҳоло бубинед ин қадар сохтмонҳо иншоотҳои зебое ҳастанд ки бунёд мешаванд дар ин баробар аллакай нимаи аввали сети дуюм ҳам ба поён расид вақте ки мо онҷо ба тавсифи тоҷикистони азиз гузаштем ҳақиқат аст ин ман аз худ чизе набофтам ҳамин гуна оромию осудагӣ метавонанд боз ҳам шаҳомату шукӯҳу зебогии тоҷикистони азизро зиёдтар кунанд муҷаллотар кунанд чун ситорае бошад дар осиё ки ҳамеша дар борааш гӯянд душанбе тоҷикистон ҳамин тавр ҳаст ҳар фард бояд инро ҳар як нафар бояд дарк кунад ин зебогию ин оромию ин хуб дар аврупо будам дӯстони гиромӣ дар ҷое ки тоҷикистон ҳаст дар $2.5 хӯроки нисфирӯзи хӯрдан мумкин аст ин худаш афсона аст дар аврупо 2 нафар аз 50 евро камтар хӯрок нахоҳанд хӯрд хуб бармегардем ба бозӣ ин аз дарозтарин раддубадали тӯб ҳаст ки байни Димитрий Панарин Камила Смагулова ва Ҳаймурат Кулматов бо Рамуалда Батирова мегузарад бале зарба аст ва дидед инҷо Ҳайтмурат ҳам хост ҳамон иҷрои зарбаи фанние ки Димитрий карда буд ҳамон гуна бо пушташ тӯбро баргарданд аммо иштибоҳ кард 13-7 бале Наргиз Набиева оне ки масъулияти баланд дорад ва ҳам мусобиқаи минтақавии осиёи марказиро оид ба бадминтон дар душанбе хеле хуб хеле зебо хеле ҳам муҷалло гузаронид ва ҳоло инҷо масъулият дорад боз роҳбарии гузарондани ин мусобиқа ба гардани ӯст ки инҷо аз масъулият бо сари баланд мебарояд ба тӯб нарасид Димитрий 14-9 ин дафъа ҷуфти дуюм Ҳайтмурод Кулматов ва Рамуалда Батирова хубтар бозӣ мекунанд як имтиёз бештар аз сети аввал гирифтанд аввал гирифтанӣ набуд Димитрий ва баъд аз он дид ки дар майдон аст ин тӯбро гирифт ин дафъа на ин дафъа вогузошт ки 16 имтиёзро ҳам бигиранд 16-9 دهمین امتیاز هم اینجا ҳоло ба Кулматов ва Батирова насиб мекунад 16-16 як лаҳза таваққуф ва акнун 11-ум имтиёзро ҳам онҳо ба худ ихтисос медиҳанд 17-11 17-11
این از لحظه‌های دور و درازترین بازی بود که توپ در نزدی ضربه‌های هر دو تیم یک نوبت در بازی بود. 18-11. هجده 12 است و 19-12. دو امتیاز دیگر برای انجام وخوری فینالی در قصد تنیس پایتخت جفتی آمیخته. دو دسته قزاقستان یا دو جفتی بادمینتون بازان قزاقستان در اینجا هنرنمایی دارن. 19-12 13 هست الکی وقتی که اینجا بازی شد. خوب بله 20 شد. 20 13 و مچ پوینت در اینجا حالا با بازی گذاشته می شود و این ضربه بازی رو به پایان می رساند. 21-13 ست دوم این وخوری و در نتیجه دیمیتری پانارین و کامیلا اسماگولووا صاحب جای اول می شوند و طور گفتیم آنها نمایندگی رو از قزاقستان دارند. خب چون دیدیم که بعد انجام وخوری های انفرادی زود سپاریدن مدال ها برای جای یکم و دوم صورت گرفت، شاید اینجا هم برای جفت های آمیخته همین گونه صورت گرفت. به هر نوع یک لحظه ما توجه میکنیم با رفتی این بازی که حالا اینجا دوستان گرامی با هم دیدیم و حالا بله بادمینتون بازان این لحظه برای از میدان رفتن آماده می شوند و ما لحظه های تکرار این بازی رو با هم میبینیم. 2-0 دیمیتری پانارین کامیلا اسماگولووا غالبان این مسابقه. خب دوستان گرامی رفتی سپردن مدال های طلا و برنجی اینجا حالا صورت میگیرد در این راستا. نمایندگان فدراسیون بادمینتون بین المللی اینا غالبان هستند، اما هایتمورود کلماتوف و راموالدا باتیرو و حالا بله مدال های نقره را خواهند گرفت. سلسله بین المللی تاجیکستان. بله حالا هایتمورود کلماتوف و راموالدا باتیرو برای گرفتن مدال های نقره دعوت می شوند. خب من فکر میکنم که اینجا اگر بادمینتون سلسله بین المللی مسابقات تاجیکستان میگفتن باز بهتر بود. خب به هر نوع بین المللی تاجیکستان بادمینتون در همه جا نوشته شده است و اکنون چمپیون ها دیمیتری پانارین و کامیلا اسماگولووا. دیمیتری پانارین در وخوری هایی که انفرادی بودن هم اونجا
خیلی بازی خوب کرد. گفتیم تو در وخوری نیم نهایی مغلوب شد محض از اونجا نه در چهارک فینال از دوباوینکو دیمیتری دوباوینکو 21-19 14-21-21-15 مغلوب شده بود و حالا باشد اینجا صاحب مدال‌های طلا گردید که این هم یک شرف برای این بدمینتون بازان هم هست. خب با مبارکباد میگیم که اینجا دو جفتی جمهوری قزاقستان صاحب مدال ها میشوند و با مدال ها به وطن برمیگردند. طلای نقره جفتی آمیخته در اکران های ما و شما بود و اکنون گزارش ما را از جریان بازی های باقی مانده فینالی باقی مانده ادامه میدهیم. Let us welcome technical official.
خوب دوستان گرامی استقبال میگیریم جفت نوبتی وخوری نهایی رو. اینجا وخوری نهایی بین بانوان است. روتاپارنا پاندا و سویتاپارنا پاندا از هندوستان هستند که حالا شما میبینید اینها دو نفر خواهرانه هستند که در وخوری های جفتی در تاجیکستان بازی میکنند. ایرا مفتوح از آذربایجان با حجر نوری و از آذربایجان. اینها هم بازی های هستند که خوب از داور رو معرفی میکنند. داوران از قزاقستان و نیلوفر از تاجیکستان مسئولیت داوری این وخوری رو به خود گرفته است و اکنون باید اینجا هم توجه میکنیم که چگونه این بازی ادامه مییابد. پیش از همه روتاپارنا پاندا و سویتاپارنا پاندا اینها نمایندگان هندوستان است که در بازی های شهر دوشنبه با حیث بهترین جفت حساب مییابند و در زینه اول گذاشته شدند در قرعه کشی، یعنی در رده‌بندی مسابقه تاجیکستان آنها در جای اول نامنویس شدند. ایرا مفتوح و حجر نوری و آنها در این برابر در جای ننشستند و اینجا اگر گوییم که در جای دوم بودند کامیلا اسماگولова با عایشه ژومابек از قزاقستان، ولی آنها مغلوب شدند. حالا یک لحظه ما اینجا میبینیم سیمای فوتبال بازان رو. حمیدوف رو ما میبینیم اینجا. ببینید اینجا مربی که با استقلال بازی کردند و با بسیار دسته های گوناگون کشور اینجا حضور دارند و محض بانو نرگس نبی و اویلهشون هستند. خوب اومدند که یک بار از بدمینتون هم تماشا کنند، بدمینتون رو هم ببینند. ناصر حمیدوف یکی از فوتبال بازان مشهور تاجیکستان در گذشته و امروز در همین ورزشگاه هستند. ناصر خوب لحظه دوستان گرامی گرم کردن بدن شروع شد بین این دو بانو، یکی از هندوستان هستند و دو بانو یکی از آذربایجان هستند. من الکی به شما گفتم که وخوری جفتی زنانه فینال است و در رفت این وخوری ها روتاپارنا پاندا و سویتاپارنا پاندا توانستند که بر یوا بوترایوا و همچنین رحمت‌الله‌وا از قزاقستان پیروز شوند 21-10 21-8 و آمدند امروز با وخوری فینالی. ایرا مفتوح و حجر نوریeva باشند. آنها در دوری اول با کامیلا اسماگولова و عایشه ژومابek بازی میکردند، اما آنها با میدان نآمدند. در نتیجه برنو قاسم جونova و سوینچ صادقova هم از ازبکستان در مقابل آنها با میدان نآمدند. و از اینجا وخوری نهایی که مجموعش آن است که اینجا آنها تقریبا به بازی با اینجا آمدند، اما در رده‌بندی ایرا مفتون از آذربایجان در زینه‌های بالایی قرار داشت. حالا یک لحظه ما میتونیم اینجا با بعضی آمارهایی که در دست داریم نظر کنیم که آنها در کدام پایه قرار دارند. خوب بید پاندا روتاپارنا این بازیگری هست که در رده‌بندی جهانی در زینه 60م است. او البته امکان دارد که با بازی‌های المپی رود. 19290 امتیاز دارد. این 18مین بازی‌هایی است که در آنها شرکت می‌ورزد و از همین خاطر نامنویس شده است. ایرا نوریeva در اینجا با حیث دومین بازیگر هست. 6156 امتیاز دارد
хуб дар радабанди оло навишта нашудааст, аммо Аиша Смагулова аз Қазоқистон дар синаи 289 буд. дар бораи пандаи дуюм хоҳараш маълумоти дақиқ дар даст вуҷуд надорад. ҳоло биёед ин лаҳза бозӣ шурӯъ мешавад ва ба ин бозӣ таваҷҷӯҳ мекунем. хуб, аввалин имтиёзро хоҳарон ба даст меоранд. ирсоли ниҳоят кӯтоҳ ва ин зарба ҳам зарбаи саривақтӣ буд, аммо садои баланд шуд аут. агар аут бошад, на, аут нест, 2-0 аст. ду бар сифр аст ва Рутапарна на аут буд, садои аут баромад, 1-1 аст, на 2-0 ки ҳоло инҷо мо дар намолавҳа дидем. хуб, 2-1. хуб, дар тахтапушташон панда навишта шудааст. бозингарони ҳиндустонӣ малакаашон беҳтар аст. малакаашон беҳтар аст ва Рута панда ҳоло зарба зад. ине ки ҳоло дар экранҳои мо шумо аст ва хато мекунад. хатои ҷиддӣ аст. ва тубе ки ҳоло Светопарна баргардонид инҷо. Рутапанда ҳоло бубинед ирсолҳоро ба ҷо хоҳад овард. 5-3. бисёрам хуб, бисёрам моҳирона инҷо бозӣ мекунад Рутапарна. 6-3. хуб, таваҷҷӯҳро бубинед. ин Рута аст ки хеле нигоҳ кард ва баъдан ирсолашро ба ҷо овард, аммо дурудароз бозӣ мекунад. хуб аст, хуб бозӣ мекунад. пай дар як ҳолате ки мо шумо инҷо дидем, бозии озарбойҷониҳо Мафтуна ва Нуриева ҳам хеле хуб аст. ҳоло бибинед, ин лаҳза ҳоло Мафтуна дар хати пеш қарор дошт ва натавонист ин тӯбро бигирад. ва ин зарба ҳам хеле хуб буд аз ҷониби бали Мафтуҳа ва ҳоло ирсолҳоро инҷо ҳаҷар ба иҷро мерасонад. 7-5. тӯб аз тур нагузашт. боз хоҳарон пандаҳо дар сафи пеш ҳастанд. 8-5. хеле хуб буд, хеле моҳирона буд, бисёр зарбаи олӣ зад. инҷо ҳоло Рута инҷо зарба зад. хуб, монандӣ доранд ё на? ҳарду рӯбарӯ? бале, монандӣ ҳаст. хеле хуб аст, аммо узр мепурсанд аз он ки рӯ ба рӯи
اینجا هجر پرتوفتن توپ رو. 10-5 به نیمه اولی خود نزدیک می شود ستی اول. و بله 11-5 در رقابت نهایی جفتی بانوان خواهران پنده ها در صف پیش قرار دارند. حالا لحظه های تکرار را خواهیم با هم دید و سیتاپارنا پاندا. خب بله این نام ها هم از کجای همتون نمی آیند؟ نام ها رو میگذارند. پاندا شما خوب میدونید یک نوع از خیفون سفیدی چینایی هست، ولی آنها به خود همین نام را انتخاب کردند و اولادن شاید در این گونه پاندا می آیند. روتاپارنا و سیتاپارنا پاندا ها. حالا این قلبلند سیتاپارنا هست. اون که در ارسال ها رو روتاپارنا اجرا میکند. خب این نام خیلی خوب کرد روتاپارنا. یک امتیازی گرفتن در ست دوم. با اوت بفرستند 7. دوستان گرامی در مسابقه که حالا در تاجیکستان در شهر دوشنبه میگذرد رهبری دستگاه کنفدراسیون بدمینتون آسیا چای ونت شنگ هم حضور دارد و محض آنجایی که حالا نوکک مدال ها رو سپردند او با رئیس فدراسیون بدمینتون تاجیکستان کبیرجان جورازاده حضور داشتند و این جایزه ها هم محض از جانب هر دوی اینها تقدیم می شود. خب اوت است 15-8. ستی اول در عرفه انجام یابی است، اما مبارزه ادامه دارد. نسبتاً توجیه از اون بازی که پیشتر بودند اینجا سرعت اونقدر بلند نیست. در جفتی بانوان جفتی اومیخته بهتر بود، سرعت بلند بود. و نیاید حالا باز یک امتیاز دیگر با یرا مفتوحه و حجر نوریوه نصیب میکنه. 16-9. این یرا بود و این ضربه نیویت سخت از جانب حجر. چی بود؟ بیرون از میدان بود. پس 17-9 18-9. الکی دو امتیاز زود به دست می آیند. و اوت بود. 19 می شود یا که در بله 19-9 10 امتیاز تفاوت است بین این بانوان
و دقیقه 20 و یک امتیاز دیگر و ستی اول به پایان میرسد. حالا خواهران پنده ها حالا به برتریت کامل صاحب هستند. 11 امتیاز پیش برتر و اینجا از توپ از بین گذشت. 21-9 ستی اول به پایان رسید. نوبتی کمی استراحت هم تنفس هم فرا رسید. آنها باز به میدان برمیگردند با حساب 1-0 به نفع جفتی بانوان هندوستان. روتاپارنا پاندا، سویتاپارنا پاندا. حالا لحظه های جالب این واخوری از کارگردان های ما. فیروز بختیبکوف و کامران نوریان منظور شما است. سرعت بلند نبود. من فکر میکنم که اون چیزی که من گفتم شما هم اون رو احساس کردید. بازی یک پیشین بود. دو بازی نیوی پیشینه آنها درجه سرعت نوکیشون خیلی و بالا و برتر بود. خب دسته منتخب آذربایجان بدمینتون بازانه که اینجا اومدند، من با شما الکی گفتم که قسمی زیادشون از شرق آسیا هستند. حالا اینجا ما نوکا دیدیم نمایندگانی دسته آذربایجان هستند که اینجا حالا هر دو جا ایستادند. این پیش از همه دویچایا اینچنین از آذربایجان بازیگران دیگر هم بین مردان بازی کردند که ما اینجا دیدیم که بانوهای غیر عادی غیر آذربایجانی هنرنمایی کردند. از مردم شمارهشون اینجا یک نوع همین گونه نه اینجا یافتم من پنگستو هم از آذربایجان برآمد کرد. یعنی دو نفر بازیگرانی که تابعیتشون با آذربایجان است و اما شاید زرخرید از کشورهای شرقی آسیا که اونجا بدمینتون به درجه عالی رفته است. خوب بیاید باز برمیگردیم با این واخوری نهایی. جفتی بانوان روتاپارنا پاندا، سویتاپارنا پاندا هندوستان اولین امتیاز را به خود اختصاص میدهند در مقابل ایرا مفتوحه و هاجر نوریوه. بینید با قامتی بلند اینجا چگونه سویتاپارنا ضربه میزند. این ضربه سویتاپارنا بود. دو یک نگاه کنید چقدر شدت میبخشد به این توپ یا خود ولن ماز همون سویتاپارنا که حالا این ارسال هم میکند. جالب بود. گرفت اگر به میدان می‌افتید از بهترین حالت‌های فنی بود که اینجا اجرا می‌شد. اما 3-2 ایواز میکنم میگد والان رو سویتاپارنا میبیند میگد بله با که نیست همین خوب است. باید که اینجا بدمینتون بازانی آذربایجان توپ رو به بازی درآورند. ارسالشون از همین هاست. برابری در میدان است دوستان گرامی. آماده میکند لمس میکند اینجا توپ رو
سیتپارنا و امتیاز رو با دستش میورد. 5-4. دو ضربه سخت، دو ضربه نهایت خوب و عالی از جانب خواهران. البته این ضربه رو روتاپارنا زد. 6-4. کمی هم جالب شد، کمی هم زیبا شد اینجا این لحظه که حالا دوستان گرامی منظوری ما بود. 6-5. مفتوح حالا توپ رو با همدستش میدید حجر نورییوا. هفت 5. و باز یک ضربه خیلی خوب از جانب خواهران و حساب باز هم بالا می رود. سیتپارنا. خب اینجا دیدید یک لحظه بود که با انگشتان نشان داده شد که در کجا کی موقع میگیرد. 9-5. خب وقتی ارسال کردن یک اشاره هست از جانب بادمینتون بازان هندوستان با یکدیگرشون، شاید کی در کجا موقع میگیرد و همینطور نیمه ستی دوم هم به پایان رسید. 11-5. ایرا مفتوحه و حجر نورییوا در اکران های ما و شما. این گفتم همون نماینده هست که حالا صحبت دارد با همدسته هایش. اینجا خواهران پنده ها شاید به مربی به اینجا آمدن که ما مربی رو در پیش آنها نمیبینیم. لحظه های جالبی بازی. این دو حالتی که در ست دوم بود خیلی به من پسند اومد. از گاهی اون که سرعت بلند بود، ضربه ها پای در پای بودند و همون جالبیتی بازی بادمینتون با درجه اعلا به چشم رسید. حالا ما نرگس نبی رو میبینیم که حالا آماده میشد برای دسترس کردن مدال هایی که در این بازی باز سپریده میشوند. خیلی خوب ماهرانه با یک نوی فریب دادن حالا توانست که پنده ولی نشون میدهد کوتاه بازی میکنه، میگوید بگیر و میگیرد و ضربه میزند. 14 امتیاز رو به دست میورد. ولی نشون میدهد که یا با کنار بپرتم یا با کناری راست یا چپ و اینجا هم بسیار نازنین بازی میکنند، بسیار مجلا بازی میکنند. مفتوح از آذربایجان نتونست این توپ رو از زمین بردارد. حالا ببینید اینجا حالا باز همانا سیتپارنا جو ضربه ها رو به اجرا میرسوند. خوب است، خوب است. وقتی که در دفاع می نشینند آذربایجانی ها، ایرا مفتوح و حجر نورییوا
онҳо танҳо тӯбро аз болои ҳамин тӯр мегузаронанд ва сазовори имтиёз мегарданд. ҳоло як имтиёз дода мешавад. 16-6 10 имтиёз фарқ байни сети дуввуми ин бозӣ. ба беруни майдон мера 17 имтиёз. 4 имтиёз ҳамагӣ онҳоро аз ғолибият дар мусобиқаи байналмилалии шаҳри Душанбе, Тоҷикистон дур мекунад. Аллакай 3 то 18-6. хуб, хеле хуб буд. зарбаи ниҳоят хуб аз ҷониби Ҳаҷар Нуриева 7 имтиёзро ба дасташ овард. نوزده باز فیره میدید. ببینید همون خطی پیشی میدان خالی است، اوری از بازیگر است و آنها اینجا میپرسند. اما ببینید حالا باز یک حرکتی خوبی حجر بود اما به توپ نرسید و بازی به پایان میرسد. 21-7 21-9 این نتیجه بازی بود که با حساب 2-0 خواهران روتاپارنر پاندا و سیتاپارنا پاندا با غلبه نوید میشوند. همین گونه مدال های تیلو از تاجیکستان به هندوستان میرود. حالا گفتم از جریان سپاریدن این مدال ها هم حکایت میکنیم. گفتم مهمان عالی این مسابقه رهبر دستگاه کنفدراسیون بادمینتون آسیا چای ونت شنگ حضور دارد. اینچنین اینجا رئیس فدراسیون بادمینتون تاجیکستان کبیرجان جورازاده هم هستند. در یک جایگی غالیبان را با مدال ها سرفراز میگردونند. بغیر از این مدال هایی که آنها میگیرند یک باره صاحب امتیازهای المپی هم میشوند. ما گفتیم 2500 2130 برای جایگاه یکم و دوم. این لحظه های بازی، این لحظه های جالبی بازی که از جانب کارگردان های متحد شده است. خب اینجا حالا معاونی رئیس فدراسیون بادمینتون تاجیکستان نرگس نبیه و حالا برای سپردن این مدال ها می آیند. الکی با شما گفتم حالا 3 نفر میرند. پس رئیس فدراسیون بادمینتون تاجیکستان کبیرجان جورازاده با آنها هستند و همچنین رهبر دستگاه کنفدراسیون بادمینتون آسیا چای ونت شنگ. بله جایزه ها رو نرگس نبیه میسپرند. حالا اینجا هم اعلان شد. حالا بانوان آذربایجانی هجر نوریه و ایرا مفتوحه مدال های نقره رو به گردن می آویزند. خرسند هستند. البته جایزه گرفتن وقتی که جایزه میتونن چگونه خرسند نشد.
حالا بانو نرگس که در گذشته همچون ورزشگر با دسته‌های منتخب تاجیکستان سفر میکردن در بازی‌های آسیایی. یاد دارم من اشتراک کرده بودیم و حالا اینجا با روتاپارنا پاندا و سیتاپارنا پاندا بانوان خواهرانی که امروز جایزه طلایی را به دست آوردند، شرف و شهامت عائله پانداها را باز هم بالا میبردند و کشورشان هندوستان را در میان ما و شما و آنهایی که حالا این لحظه گزارش مستقیم ما را تماشا میکنند و یا خود تصویرهایی که از فدراسیون بین المللی بادمینتون پیش میرود، حالا ایرا و حجر پرچم آذربایجان را هم به دست گرفتند، خیلی مایرانه است، خیلی خوب است. ما مبارکباد میگیم این بانوها را که در تاجیکستان صاحب جایهای افتخاری شدند و مدال‌های طلا و نقره را به گردن آویختند.
دوستان گرامی برمیگردیم با قصد تنیس و این بونیه که حالا شما میبینید کسینیا پولیکارپووا است که در بازی‌های المپیک سال 2021 در توکیو شرکت ورزیده بود. با حالا به تاجیکستان آمده است که بار دیگر امتیازهای المپیک را به دست آورد و به بازی‌های المپیک سال 2024 به پاریس رود. او نمایندگی را از کشور اسرائیل دارد و اینجا هم دیمیتری دوباوینکو مربی دسته منتخب اسرائیل است و این بانو رو به اینجا آورده است. خوب ما الکی گفتیم در اینجا او تحت شماره 1 در تاجیکستان نامنویس شده است و انوپاما اوپادیایا از هندوستان اینجا نفر دومی هست که در این بازی اشتراک میکند و فکر میکنم که امروز یک بازی زیبا رو ما هم خواهیم دید. اینجا در این برابر که ما حالا با شما سخن گفتیم همین رو گفتنی هستم که تنیس بازی بادمینتون بازی هندوستانی خیلی پرقوت است و حالا ما الکی دیدیم که حالا نوکاک روتاپارنا بوپاندا و سویتاپارنا صاحب مدال های طلا شدند و اکنون در اینجا در وخوری های انفرادی کی پیروز می شود. از قزاقستان مدال های طلا گرفتند، از ویتنام اولین مدال طلا رو در امروز به دست آورد، از هندوستان اکنون از کجا؟ از اسرائیل یا خود از هندوستان. هرچند بازی دانیل دوباوینکو از اسرائیل در جفت مردانه معذرت میخوام در بخوری انفرادی مردان او بازی خوب با لی دیوک پات نشون داد. اکنون حالا میبینیم که کسینیا پولیکارپووا دومین ورزشکاری که در فینال است از اسرائیل امروز کامیاب میشود یا نه. انوپاما اوپادیایا از هندوستان او هم بسیار هم قابلیت فوق‌العاده دارد. ما بازی‌هایش رو در دور گذشته دیده بودیم. اینجا اگر با همین حالت نظر کنیم پس اینجا بازی زیبا خواهد بود. اوپادیایا در دور اول آزاد بود، در دور دوم او توانست که لیلا جمالزاده را از جمهوری آذربایجان شکست دهد 21-6 و در موردی که اینجا باز یک بازی دیگر هم داشت، آرژ بایرک این نماینده ترکیه بود، او هم شکست شد 21-5 21-2 و این نهایت اکنون آمد اینجا با وخوری نهایی که اینجا ما و شما با هم این بازی رو میبینیم و حالا آنها آماده میشن. اکنون نوبتی بازی رو شروع کردن هم فرا رسیده است. پولیکارپووا باشد چی او توانست اینجا یک بازیگر اندونزیایی اینجا بود، نراهر ریسیتی و او رو هم 21-4 مغلوب کرد. بازی اولش آزاد بود، در بازی های من بعدا باز 21-12 21-13 در بر مفتوحه که نه بازی کرد 21-14 21-8 غلبه کرد و تا به این وخوری نهایی رسید. حالا بیاید توجه میکنیم خب با اوت میزند و الکی هندو با صفی پیش میبروید. آهسته آهسته شماره هم زیاد میشود.
ҳисоб тағйир меёбад. Метавонад дар ин баробаре ки ҳоло мо инҷо ба шумо дар бораи ин Ксения гуфтем, метавонад соҳиби ҷои аввалро бигирад ё ки на. Ба ҳар нав ҳунарнамоии Анупама ҳоло чашмрас аст. 3-1 ҳоло ӯ дар экранҳои мову шумо барҷаста аст. ва ба аут мезанад. 3-2. кӯтоҳбозикунӣ ниҳоят зебо ва ин маҷбур кард ки Ксения тӯбро ба беруни майдон занад. Ксения аз соли 2022 ба Исроил, гуфтам аз ин пештар аз соли 2022 ба Исроил омадааст. аз Санкт-Петербург аст, аз шаҳри Санкт-Петербург. ва дар бораи маълумотҳои дақиқро дар бораи пеш аз ин дар ҳайати дастаи мунтахаби Россия бозӣ карданаш дастхаз кардан каме душвортар буд. онҳо дар тамрин буданд. ва мураббиаш ҳам дар ин бора чизе ҳам нагуфт. ҳоло 6-2 як бора бартарии Упатҳияя зиёд мешавад. Анупама Упатҳияя Ҳиндустон. Ксения дар гуфтем радабандӣ дар ҷои аввал буд, ин дар ҷои дуюм. ва ҳоло ҷои дуюм буда варзишгарӣ ки ҳаст 6-3 пешсаф аст. бале зарбаҳои Ксения хубтар ҳастанд дар ҳамин росто ва баъдан мебинад ки қадди баландаш ҳам имконият медиҳад ки ҳам тӯбро хуб бинад ва ҳам зарбаҳояш сахттар бошанд. 4-6. ҳарду душвор буд, ҳардуро баргардонид ва тавонист боз имтиёзи дигар кор кунад. 5-6. наздик кард худро ба Анупама. Анупама ҳоло ҳамон нишон медиҳад ки чӣ гуна бояд ки зарба мезад, аммо назад. ин одат аст барои бадминтонбозон, барои теннисбозон ҳам. боз кӯтоҳбозӣ мекунад. ҳамеша пушти тур мепартояд тӯбро ва инҷо ба аут мезанад. 6ҳо дар намолавҳаи мо. на инҷо дар майдон буд мегӯянд доварон. 5-7. 7-5. Анупама ҳоло ирсол менамояд. شش баробар мекунад. ҳоло Ксения Поликарпова тавонист ки ҳоло ҳисобро баробар кунад. Упатҳияя хеле пеш буд. 6-2 буд. чӣ гуна дурудароз хуб буд, аммо берун аз майдон. 8-7. инҷо боз як иштибоҳи дигар аз ҷониби Ксения. ҳоло 9-7 аст. 9-8. ҳоло акнун ирсолҳо аз ҷониби Ксения баро монда мешаванд.
10-8. حالا شما اینجا بسیار خوب، امتیاز خیلی زیبا بود. امتیاز زیبا کنه، امتیازی بسیار هم مهم بود. بله 10-9 شد حساب. و نزدیک می شود میانه ستی اول. حالا آرام بازی میکنن هر دو. ببینید مجرای شدتناکی بازی نیست، اما پرتاب ها بسیار به درجه عالی هستند و به بیرون میدان میزند. کسینیا و ستی اول به مرکز خود میرسد. انوپاما اوپادهیا در این راستا 11-9 در صفی پیش است. خب لحظه تکرار این بازی ها نشان داده می شود در نیمه یکی ما تماشا کردیم. خب اینجا مربی از هندوستان بوده است که اینجا محض برای انوپاما اولا به میدان اومد. در اون حالتی که روتا پارنا پاندا و سیتا پارنر پاندا بازی میکردن، ما او رو در نزد این بازیگران ندیدیم در جفتی بانوان. شروع نیمه دویمی ستی اول و حساب زود تغییر می‌یابد. 10-11 نه 9-12 می شود. ولی 9-12 اوت بود. و 13-9. ایواز میکنم میگوید کسینیا پولیکارپووا از کشور اسرائیل. بسیار نزدیک بازی میکند. انوپاما و حالا 14-9. مربیش بیقرار است. خوب در جایش جنبیده است، مثل لبانوفسکی که در فوتبال وقتی که دینامو کییو و دسته منتخبی اتحاد شوروی رو مشق میداد، همین گونه در بازی ها رفتی بازی رو معاینه میکرد. مربیان بعضا دارند بعضی خلق و اطواری که اونجا برعلا نمایان میشد. 10-14 4 امتیاز فرق است، این بسیار نیست و یک توی دیگرش برداشته می شود از پیش روحش. 11-14. اوت میگیند. پس 15-11. در مسابقه انفرادی بانوان اولا انیق است در میدان. 12-15 26 نفر بانوان اشتراک کردند از هندوستان، قزاقستان، ازبکستان، از مصر عرب، از تایپی چین، آذربایجان. خوب از کیپر هم اینجا یک نفر بود، نازارنکو. او در دوره اول محمودوف را ازبکستان مغلوب کرد و بعدا از زهره از
آذربایجان مغلوب شد. از ترکیه هم ازگه بیرق اشتراک داشت. از تاجیکستان مفتونه شریپова و همین ها بودند نمایندگان دسته ها و شمارهشون به 26 عدد رسید. خب از 26 نفر تا به این واخوری نیویی اومدن بسیار دشوار بود. حالا پولیکارپova باز یک امتیاز دیگر افزود 13-15. و این ضربه اولی، ضربه نهایت مجلا از جانب کسنیا و حساب 14-15 می شود. در آخری های این بستی یکم یا خود ستی اول حساب تقریبا برابر می شود. بله کوتاه، ضربه کوتاه رو گرفتن برای کسنیا کمی دشواری دارد. حالا اوت 14-16 انقدر 16-14 چون که ارسال ها رو حالا اینجا انوپاما اجرا میکند. اوت. باز یک اشتباه از جانب انوپاما اوپاتهیایا هندوستان. حالا او در اکران های ما و شما برجسته است و کسنیا پولیکارپova. خوب بود، بسیار خوب. او هم توپ رو بسیار خوب تله داد. ضربه هم نبود و همین خیلی هوا داد و ببینید توپ بعدی برگرداندن انوپاما از میدان بیرون رفت. برابر باری اول برابری در اینجا ما آن رو احساس میکنیم که حساب 16-16 است. در قسمت آخری ستی اول علاقه بسفی پیش باری اول میبروید کسنیا. اصلا با مسابقه باید بازیگران زیادی می اومدند ولی قسم با اینجا ناومدند. این چنین حالت ها هم در بازی هست. باز از نو برابری حالا منظوری ما و شماست. ضربه نهایت خوب، غلطی از جانب کسنیا و 18-17. طبقه برابری دوام میکند. و ببینید خیلی اشتباه ساده است از جانب انوپاما اوپاتهیایا. 19-18 پولیکارپova به صفی پیش میبروید. و 20-18 یک کوشش دیگر برای کسنیا و میتواند که اینجا ستی اول رو به نفع خود انجام دهد. با دشواری اینجا این توپ رو گرفت و ببینید
اینجا ستی اول به پایان میرسد. 21-18. حتی از این نشانه هایی که ما از کسینیا پولیکارپ میبینیم او حتی خرسندی هم نمیگرد، چون که اینجا امتیازی که 21 بود و 18 در یک دم گرفته شد. یعنی اونجا اشتباه در حساب بود، ولی اکنون دیدید اکنون هست، اکنون یک موشت کشیدن در اینجا به چشم رسید. 21-19 حساب ستی اول است و کسینیا پولیکارپووا در صفحه پیش قرار دارد. لحظه توجه میکنیم به لحظه های خیلی خوبی این بازی که حالا منظوری ما میشود. این مربی انوپما است که حالا با او صحبت میکند که در کجا اشتباه بود و در کجا خطاهای زیاد صادر شدند. این لحظه ها ببینید، این لحظه های جالب هم هستند که به توب هم اینجا منظور شما میگردند. حرکت ها اکنون ضربه های خوب از رفتی بازی و بعدا برمیگردیم با ست دویومی بخوری نیویی بین بونوون. برمیگردیم با ورزشگاه با قصد تنیس مجموعه ورزشی آبی و اینجا واخوری های نیهایی ادامه دارند و ما و شما واخوری های انفرادی را بین بانوان تماشا میکنیم. کسینیا پولیکارپووا از اسرائیل، انوپما اوپاتهیایا از هندوستان در میدان هستند. ست اولی بازی با حساب 21-19 به نفع کسینیا پولیکارپووا انجام یافت. اکنون به ست دوم توجه میکنیم. میتواند انوپما اوپاتهیایا از هندوستان با ما نرگس نبی را نشان میدهند و در این حالت میتواند او در ست دوم با خود پیروزی را برگرداند و یا نه. البته شروع حالا ببینید برگرداندنش خطا بود. 1-0 کسینیا به صفحه پیش میبراید و اینجا علاقه امتیاز رو هم از دست میدهد. به فکر من قدی بلند کمی هم باشد برای پس های کوتاه رو گرفتن پس از توری بین دشواری دارد، ولی دستای دراز به همه جا میرسند. یک دو انیقلش 2-1 انوپما به صفحه پیش میبراید. خوب اینجا مبارزه نیست از جانبی انوپما یا ندید. در ست اول انوپما در این حالت علاقه 6-2 به صفحه پیش بود. حالا باشد 2-2. کدامی از اینها برتری رو از آغاز به دست میگیرد نمیدونم، هرچند برتری رو انوپما به دست گرفته بود و در آخری مورد به باخت روبرو شد. و اینجا حالا 3-2 کسینیا در صفحه پیش است.
ستی دوم حالا با پیشروی کسینیا پالیکارپووا به نظر میرسد. با اوت فرستاد. بله خود رو آروم میکند یک لحظه. باز اوت برابر 4-4. آفرین بازی دور و دراز بود دوستان گرامی. این امتیاز پنجم برای انوپاما خیلی مشکل بود، دور و دراز بود، رد و بدلی توپ از یک گوشه به گوشه دیگر به چشم رسید و او امتیاز پنجمش رو به دست آورد و به صفحه پیش برآمد بار اول در این ست دوم. و ششمین امتیاز هم خیلی خوب گرفته شد. راست به همون جایی که کسینیا ایستاده بود همونجا ضربه زد، چون این ضربه ها بسیار گرفتنشان دشوار، سرعتش نیاید بلند. و اینجا اشتباه هست از جانب کسینیا، اشتباهی بر اعلا 4-7. در چنین حالت در ست اول هم کسینیا قرار داشت ولی توانست که فیروز شود. هشت 4. نه 4. خوبه در این بازی هم ما میبینیم که یک رشته بازی که کمی دیگر شد همین گونه ادامه مییابد. پای در پای امتیازها نصیب انوپاما میشوند و نهایت ضربه خودی انوپاما بود که خطا رفت. 5-9 کسینیا ارسال میکند. بسیار خوب کوتاه بازی میکنند، مجبور میکند کسینیا که حریف باز به پیش بیاید و این ضربه کوتاه رو بگیرد. و اینجا ششمین امتیاز رو هم صاحب می شود. با دشواری بود اما کوشش و غیرت به چشم رسید. و ببینید در حقیقت امتیاز دهم بسیار دشوار آمد برای انوپاما اوپاتیایا ولی او توانست. توپ در میدان بود. با میانه خود نزدیک می شود. حالا
сети дуввум агар ин сет ба поён расад, пас бо пирӯзии бадминтонбози Ҳиндустон, пас мо боз як сети дигар бояд ҳамин бозиро тамошо кунем. бале, тавонист ҳисоби 11-7 дар миёнаи сети дуввум дар ин ҳолат ба мо нишон дода мешавад ва акнун Анупама Упадҳияя дар сафи пеш аст. ӯ ба бозӣ баргашт. ҳоло 4 имтиёз фарқ аст аз Ксения Поликарпова ва идомаи бозӣ боз ҳам ҷолибтар хоҳад шуд. дар бозии имрӯза ҳоло мо надидаем ки дар се сет бозиҳо анҷом ёфта бошанд. хуб, ҳоло лаҳзаҳои такрор манзури мо бо шумо гардид ва ба идомаи бозӣ, ба тамошои он бармегардем. ҳафт 11, 4 имтиёз фарқ. аут 12-7. имконият дод ки тӯб берун аз майдон афтад. инҷо ҳоло Упадҳияя ва дар майдон 13-7. чордаҳ-7. як баробар ҳоло Анупама дар сафи пеш қарор дорад. пеш гузашт. инҷо ҳоло бараъло аст ки ба бартарӣ соҳиб аст. барои Ксения аз ин варта бояд халос шавад, аммо боз берун аз майдон мезанад. 15-7. бартарии бадминтонбози ҳиндустонӣ ҳоло дар сети дуюм барҷаста аст. аз ҳама техникаи баланди бадминтон ӯ истифода мебарад. инҷо ҳам бубинед, зарбаи ниҳоят сахт, дастрасӣ надорад ба он. Ксения Поликарпова 16-7. як зарбаи дигар ва як зарбаи инҷо задаш хато буд. хуб, ба ҳар нав бубинед аз шумораи 11 5 то ирсолҳоро ба манфиати худ анҷом дод. 16-8. ва ин зарбаш дараҷаи олӣ буд. 17-8. ба аут мезанад. 10 имтиёз пешсаф аст.
Anupama Upadhyaya از هندوستان. خب مقابلیت کسینیا پولیکارپووا خیلی ضعیف شد، سوس شد. مقابلیتش کمتر است. 11 امتیاز پیش گذشت ولو بدمینتون بازی هندوستان. خب 9 19 و این لحظه ها حالا انوپاما اوپادهیایا کمی به نظرم خسته ببینید حرکت میکند. شاید لاد دارد یا چیز دیگر. نه اینجا حالا نشون میدهد که توزه کنند. حالا میدانی بازی با ترتیب رو وارده می شود، توزه کرده می شود، آزاده کرده می شود که لغزش نباشد. و 20-19 اکنون یک امتیاز دیگر و می توانیم ما با دیدن ست سیوم رویم. و تمام 21-9 در ست اول 21-19 بود. حالا ببینید چقدر فرق کلان است. و حالا ما مربی انوپاما اوپادهیایا رو میبینیم که میگه تو میتونی حالا دستش نشون میدید چیکار کن. طرفای ضعیفی کسینیا پولیکارپووا رو شاید او دید. شاید همین تغییراتی که حالا شد از حساب همین مربی است. خب ببینید اینجا همون لحظه های جالبی بازی منظور شما میگردد. خب دوستان گرامی آخرین دستورها رو حالا مربی انوپاما اوپادهیایا با دست پرورش میدهد و ما شروع میکنیم با ست سیوم بازی نهایی بین بانوان. واخوری انفرادی است. واخوری انفرادی و ما باز یک غالب رو معین خواهیم کرد. و بعد این واخوری باز یک بازی جفت مردان هست. اونجا نمایندگان دسته های ازبکستان و قزاقستان با هم قوه خواهند آزمود. بیاید شروع میکنیم از ست سیوم واخوری انفرادی بین بانوان. و کسینیا زود توپ رو با بیرونی میدان میزند. این نشون میدهد که انوپاما اوپادهیایا صاحب یک امتیاز است و بیشتر می شود. 2-0. مبارزه کسینیا پولیکارپووا خیلی سوس شد. و اوجاست علاقه 3-0. ببینید چگونه ساده در وضعیت های ناقدر خوب کسینیا امتیاز رو با حریف میدهد و حالا با خواهش او اینجا ولن یا خود توپ ایواز کرده می شود.
анупама варзишгари ҳиндустонӣ нишон медиҳад ки барои ӯ фарқ надорад ки чӣ гуна тӯб иваз мешавад ва ё не. аммо бубинед Ксения як имтиёз мегирад баъди ҳамон ки тӯбро инҷо иваз кард. 1-3. бештар тактикаи худро инҷо Упатияя иваз кард. хеле дар оғоз кӯтоҳ бозӣ мекунад ва баъдан бо зарбаҳои аз масофаи дур буда риштаи бозиро ба сӯи ҷилави бозиро ба сӯи худ мекашад. барои имтиёзҳоро гирифтан албатта. инҷо ҳам тарзе мебинед бисёр оддӣ буд. иштибоҳ аз ҷониби Ксения. 5-1. Шашяк. خب دومین امتیاز رو با دست آورد کسنیا. این در نزدیما این لحظه ها من میبینم که وخوری جفتی مردان همینجا علاقه حیات مراد کلماتوف با مقصود توجیبولایف و غفوربک جبارов از ازبکستان و بیلولیدین کشکربویف از ازبکستان آماده میشن با وخوری نیوی جفتی مردانه. 8-2. خب پس از این مسابقه برمیاد که حالا دانیل دوباوینکو از اسرائیل و حالا کسنیا پولیکارپووا از اسرائیل تنها میتوانند زینه دویم رو به دست آورند یا کسنیا حالا میتواند به بازی برگردد. نه. 8-2. 8-2. و با دشواری است اما بازی آهسته آهسته به نقطه میانه ست سیوم میرسد. 9-2. پولیکارپووا از ست دوم اما امکاناتش رو از دست داد. در ست اول هم اینجا انوپاما با برتری سوی بود ولی توانست که کسنیا در ست اول پیروزی به دست آورد. حالا باشد برتری بر جانب بادمینتون بازی هندوستان است. یک لحظه تنفس در میدان، لحظه های بهترین این بازی را تماشا میکنیم و بعدا با یک نیمه دیگر بازی بین این بانوان به پایان خواهد رسید. لحظه تنفس حالا با پایان میرسد. حالا کسنیا پولیکارپووا که در این وخوری جای عوض کنی هم هست. در ست سیوم حتما جای ها عوض کرده میشوند و اکنون میبینیم که این گوشه میدان که حالا کسنیا پولیکارپووا اومد برای او مفید است یا نه. خب یک امتیاز میگیرد. 3-11.
البته چون میبینیم که انوپاما هلو 11 امتیاز گرفته است، خوب میتوند که اینجا هم کسینیا هم پای در پای همین گونه امتیاز رو به دست آورد. دومی امتیازش رو هلو گرفت. اوت 12-4. اول گرفتنی بود انوپاما، اما دید که خیلی دور است. و او هم با اوت میزند. 5-12. کافکوبیو به عنوان کسینیا پولیکارپووا هست که اینجا حالا بعضی از مخلصانی که در قصر تنیس هستند با او کافکوبی میکنند. اوپاتهیایا از هندوستان. سیزده 5. همین گونه بازی نبود. سری بالای تور زود با زمین زدن همین گونه کم دیدیم، اما من فکر میکنم که من بعد این بانوی هندوستانی همین کار رو انجام خواهد داد. 13-6. هفت چی میگه؟ اوت میگه انوپاما میگه بیرون از میدان بود. داور کنار چی میگه؟ یک لحظه ببینیم که چی در کجا بود این توپی که افتاد و انوپاما ناراضی است. حالا توپ بیرون از میدان بود. توپ در بیرون میدان بود، اوت بود، اما حالا اوپاتهیایا دعوا دارد که بیرون از میدان بود، چون که نظر کرد و او هم خیلی خوب دید. خب اگر نه پس 7-13 این از دو نه امتیاز رو به اوپاتهیایا دادند. بله 15-6. کسینیا پولیکارپووا از این حسابی بزرگ در ست سیوم رها یافتن نمیتواند، شاید نتواند. حالا ببینید باز یک امتیاز دیگر 16 10 امتیاز پیش شد. و نهایت حالا 16-7 یا 16-8. در نمولوا باید بله 17-7. اینجا اون نمولوایی که در میدان هست منظوری نظری من نیست و 17-7 10 امتیاز همونو پیشرفی بدمینتون بازی هندوستانی اوپاتهیایا باقی میموند. خب 3 امتیاز دیگر برای غلبه کردن در مسابقه سلسله مسابقات بدمینتون در تاجیکستان. حالا 8-18 ارسال از جانب کسینیا پولیکارپووا
اشتراکچی بازی‌های المپیک سال 2021 در توکیو و 19 ساده‌ترین امتیاز امروز همین بود و هندوستان اکنون 28 و نیاید مچ پوینت. خب تمام. 21-8 21-9 21-19 در این وخوری انوپاما اوپادهیایا از هندوستان پیروزی به دست می‌آورد و غالب مطلق بازی امروزه می‌گردد. یعنی او هم صاحب 2500 امتیاز می‌گردد. پولیکارپووا 2130 که ما پیشتر گفتیم و همین طریق بازی‌های نیویی هم به نقطه آخرین خود میرسند. باز یک بازی دیگر هست. من گفتم جفت مردانه و جفت مردانه که اینجا هست بازی ها به انجام رسیدند. در وخوری نیویی حاجیمурod قولماتов از قزاقستان با مقصود تاجیبولایف از قزاقستان در مقابل غفوربek جبارов از ازبکستان و بیلالدین کوشکاربویف از ازبکستان میبرویند. حالا این لحظه سپریدنی رسمی سپریدنی مدال ها صورت میگیرد. الکی به شما درباره آن که اینجا نمایندگان فدراسیون بادمینتون تاجیکستان و آسیا حضور دارند و آنها این کار را به انجام میرسونند. Ladies and gentlemen, welcome to the Paris presentation for Tajikistan International CS 2023 for women's single. Let us give a round of applause. Presenting the medals, please welcome Kabir Jurazoda from the President of Tajikistan Badminton Federation. خوب دوستان گرامی، اکنون رسم سپردن مدال های نقره و طلا فرا میرسد. حالا اینجا رئیس فدراسیون بادمینتون تاجیکستان کبیر جان جورازاده مدال نقره را به گردن کسنیا پولیکارپووا از اسرائیل آویزان میکند و انوپاما اوپادهیایا از هندوستان مدال طلا را میگیرد. شاید یکی از این یا هر دوی این بادمینتون بازان رو ما در بازی های المپیک سال 2024 در پاریس بینیم، اما این البته آرزوی ما است که از این تالار قصر تنیس تاجیکستان هم بازیگرانی که در اینجا اشتراک کردند با موفقیت نائل شوند و به بازی های المپیک را خط گیرند. بله، اینجا لحظه عکس میگیرند هر دو نفرانی که در فینال بازی کردند. مدال هایشان رو البته نشان میدهند. این لحظه ها، این نوارها و این عکس ها در رسانه های اجتماعی سرازیر پهن میشوند و فکر میکنم که بله، برای همدیگر تشکر میگویند برای بازی که اینجا کردند و باز در آینده با هم قوه خواهند آزمود.
خب دوستان گرامی اینک رسیدیم با بازی فینالی آخرین در قصر تنیس پایتخت مجموعه ورزشی آبی که اینجا جفتی مردان با هم قوی می‌آزمایند. این همون بازی بدمینتون است که قریب طول بیش از 2.5 هفته 3 هفته در این قصر ما تماشا میکنیم و گزارش های خود را پیشکش شما میکنیم. هیئت مراد کلماتوف از ازبکستان با مقصود تاجیبولایف در برابر غفوربک جابورов از ازبکستان و بلولدین کشکاربویف از ازبکستان برآمد میکنند. حالا اینجا منظور ما اون است که اینجا یک بازی زیبا را ببینیم. ورزشگران قزاقستان با پیراهن‌های کبود به میدان آمدند. خوب زردپوشان از ازبکستان هستند. غفوربک جابورов، بلولدین کشکاربویف. اینجا ما اگر درباره بازی‌هایی که اینها داشتند نظر کنیم، اینجا هم در بازی‌های پیشینه همگی سیوخوری به انجام رسید. در این ردیف بازی‌ها علی جان مسافیرو و محمد سعید سلیموف توانستند راتمیر گولمانوف و ابراهیم بایکر را از قزاقستان شکست دهند. 21-12 7 21-21 18 بود و بعدا این بدمینتون بازان ما از جابورов و کشکاربویف که حالا در میدان هستند از ازبکستان 21-5 21-3 شکست خوردند و محض اگر ما اینها رو میبریدیم این روز حالا علی جان با محمد سعید در فینالی بازی بودند، اما چی هم باید کرد که آنها با باخت روبرو شدند. هیئت مراد کلماتوف و مقصود تاجیبولایف از قزاقستان با سیفالدین مختارов و اسدبек اولیمجانوف از ازبکستان قوا بودند در بخوری نیم نهایی و 21-14 21-12 پیروزی به دست آوردند. و حالا اکنون ما و شما واخوری فینالی رو میبینیم در حالی که این بازیگران با هم بدن گرم میکنند، یعنی بازی میکنند. خب بازی این بدمینتون بازار رو ما هم روزهای گذشته دیده بودیم. حالا بیایید اینجا در حالی که من میبینم اینجا علاقه هیئت مراد کلماتوف در جفتی آمیخته به میدان آمده بود با رموالدا باتیرova رموالدا باتیرova و آنجا از دمیتری پانارین و کامیلا سماگولова با حساب 2-0 مغلوب شدند. برای هیئت مراد کلماتوف این بازی دوم است که در یک روز در واخوری فینالی در دو بازی فینالی بود. مدال های نقره رو به گردن آویخته است و اینجا اگر باز یک مدال حتما میگیرد. کدام مدال است نمیدونم، کدامش که گرفت او علاقه در واخوری های جفتی هم امتیازهای المپی رو به دست می‌آورد. در حقیقت بازی بدمینتون بسیار جالب است. اصلا اگر همتون نظر کنیم این بازی میتواند برای سن و سال معین نه، برای همه سن و سال‌ها ضرورت داشته باشد. یک بازی هست که برای سلامتی بسیار مفید، بازی هست که مهارت فردی میتواند ورزشگران را به درجه عالی با گوییم جایهای افتخاری رساند، با غلبهشان برای غلبهشان سرودهای ملی سروده شوند، پرچم‌ها برافروخته شوند. اما من اینجا ندیدم که حالا پرچم‌ها بالا برداشته داشته باشند. شاید این از نقطه نظری بدمینتون چون در واخوری‌های تنیس هم نواخته نشوند. بیایید حالا این لحظه ها غفوربک جابورov و بلولدین کشکاربویف از ازبکستان منظوری ما و شما هستند. یک لحظه حالا آماده شوی ادامه دارد، تشنگی میشکنند ورزشگران و کلماتوف از کناری که ما ایستاده ایم با مقصود تاجیبولایف ایستادند. داور این واخوری از تاجیکستان است. شما برالو روحلو
مجلو میبینید و شروع میکنیم با بازی. و طور گفتم با همین بازی که حالا انجام یابد در تاجیکستان، مسابقه تاجیکستان اینترنشنال سریس 2023 به پایان میرسد. خوب از اینجا این گفتیم همچون بازی های انتخابی المپی پاریژ 2023 است. بله دوباره حالا اعلام میکند. Hayatmurat Kulmatov است از کنار راست و مقصود تاجیبولایف از کنار چپ اونجا ایستادند. بازی شروع می شود. زود غفوربک جابوروف اینجا یک امتیاز را به دسته ازبکستان می آورد. اینجا سرعت بازی بسیار هم تیز خواهد بود. برابری در میدان و ببینید بسیار ارسال خوب از جانب hayatmurat Kulmatov. بله اینجا ترجمه میبینم که اینجا بعضی حالت‌های هم هستن. بله این از ازبکستان هستند، hayatmurat Kulmatov و تاجیبولایف. یک باره حساب 2-2 و حالا 3-2. خب ضربه سخت بود اما با طرف حریف نه، با طرف خودی دسته ازبکستان. بسیار ماهرانه یک فریب ساده است از جانب همون کولماتوف. hayatmurat 5-2 است، حالا 5-3 شد و راست کولماتوف با همون غفوربک جابوروف میزند. شش چور 7 4 تو برمیگرده در بازیگران قزاقستانی. هفت 5. خب اینجا یک جوابی خیلی خوب از جانب ازبکستان و ضربه هم ضربه بسیار دیدنی بود از جانب اینجا جابوروف. غفوربک جابوروف بسیار ضربه عالی زد. قریب برابر میشن حساب و برابر هم هست 7-7. بسیار زود بازی میکنن، امتیازها زود بالا میروند. 8-7 جابوروف و کوشکاربویف اولین بار به پیش میبرند آنها. 9-7. اصلا اگر با همون جایگزینی بازیگران یا دسته هایی که حالا اینجا جفت بازی میکنن نظر کنیم، قزاق‌ها در وقتی قرعه پرتایی در جای اول هستند، دوم ازبک ها هستند، اما ازبکستان 10-7 در صف پیش. ولی یک بازی مجلل رو حالا ما دیدیم در این بسته که حالا پیشتر ارسال شده بود. 10-7 اوت. 11-7 و نیمه اولی ست اول با پایان میرسد. بله مربی قزاقستان حالا اینجا میگه که شما با برتری سایه بودید ولی برتری رو از دست دادید، چرا این طور بازی میکنید؟ خطاهای ساده خیلی زیاد بود از جانب هم تاجیبولایف و هم کولماتوف.
بله اولو اینجا که اولو میگویند این خوب این همون بله این همون دیمیتری پانار این است که علاقه صاحب مدال‌های تیلو است. در مقابل همین کلماتوف بازی کرده بود. دیمیتری پانارین و با ادامه بازی حالا توجه بیشتر می‌نماییم. بسیار بازی جالب. بله باز حالا امتیازها رو ببینید. امتیازها علاقه بالا شد و 13 امتیاز هم علاقه به دست اومد. 8 13 8 ادیخترش 14. بسیار ساده اینجا بوی میدهند. کلماتوف با تاجیبولایف بسیار هم خوب اینجا محافظت میکند بازیگری ازبکستانی و این ضربه های دو ضربه پای در پای عالی و ضربه پشت رو ببینید، اما در نتیجه ضربه کلماتوف بهتر بود. 9-14 ببینم این ضربه ای که حالا باز زده می شود چگونه خوب است. 10-14 با دستش توپ رو با کلماتوف می دهد و می گوید که اینجا این توپ رو باید ولن رو باید عوض کرد. یک هجومی خیلی فوق‌العاده جالب از جانب ازبکستانی ها. 15-10 ضربه هایشون بسیار هم خطرناک است از ازبکستان رو، ولی 11 امتیاز رو حالا باز همون ضربه کلماتوف است. حالا اینجا یک بحث هست که 15 اینجا 15-11 است. چند است اینجا؟ بله 15-11 هست. باز یک امتیاز دیگر میگیرند ازبکستانی ها. 17-11 بله این باتیروف است از دسته قزاقستان که اینجا حالا بازی داشت. با هم دسته های خود مخلصی میکنن اونها. 18 یک لحظه دیگر 17-12 این وخوری و علاقه یک امتیاز دیگر ازبکستانی ها گرفتند. چورده 17 باز ساده اینجا با یک امتیاز بوی میدیند. 18-14 شد. بسیار تیز. واه اینجا ببینید چگونه اجرای دفاع خوب بود از جانب بازیگری ازبکستانی. جبارov اینجا همین که حالا میبینید، ولی ضربه قاطع از جانب باز همون تاجیبولایف بود که یک امتیاز برای قزاقستان آورد. 18-16 اونها نزدیک میشوند. بله 17-18 پای در پای. حالا باز کلماتوف ارسال می‌نماید. بسیار مایرانه. آفرین با مراد کلماتوف که اینجا حساب را برابر کرد. 18-18 صورت بازی بسیار هم جالب است دوستان گرامی.
و این ضربه هم همتا نداشت. خیلی دیر است که ازبکستان امتیاز نگرفته بود ولی حالا 19ام امتیازش رو گرفت. این غفوربک جابروف ضربه خوب زد و حالا توپ باز بیرون از میدان. 19 و ضربه میزند باز همون حید مراد. 20-19 و 21-19 ستی اول با پیروزی حید مراد کلماتوف و مقصود تاجیبولایف از قزاقستان انجام یابد. بسیار یک بازی نهایت جالب و برابر رو ما دیدیم. البته اگر غفوربک جابروف و بیلویدین کوشکاربویف ازبکستانی همون برتریه که داشتن استفاده می‌بردن آنها غلبه میکردن ولی در نیمه دوم محض آنها همه برتری رو با حید مراد و مقصود دادند و در نتیجه پیروزی نصیب قزاق‌ها گردید. بسیار جالب بود. لحظه‌های تکرار یا خود آرام کرده شده این بازی رو می‌بینیم. لحظه‌های بهترینش رو ولی چندی برمیگردیم با ستی دویم این بخوری. حالا یک حالت بود که با پشت اینجا غفار رو گرفت، جابروف گرفت ببخشید. انا اینجا که ما دیدیم همون یک مرتبه دیمیتری پانارین از قزاقستان هم همین گونه توپ رو گرفته بود. اگر با اختیار ما رو میبود بیاید حالا برمیگردیم با بازی با ستی دویم یا خود قسم دویم و یا خود بستی جمع بستی این وخوری که اگر با پیروزی قزاقستانی ها به پایان رسد. شروع شد 1-0. اینجا حالا بادمینتون بازی ازبکستان در صف پیش قرار دارند. و یک بار دیگر مورد فردی اینجا غفوربک است. نه غفوربک جابروف است که در این مجموعه دوم بار هم این گونه توپ رو با اجرای اصول فنی به دست آورد. ببین از پای وسط چگونه ضربه خوب میزند. حالا کوشکاربویف هم توپ رو برگرداندن نمیتواند. تاجیبولایف باشد ضربه خوب زد. حالا تاجیبولایف اینجا توپ رو به بازی می‌آورد. ببینید نشسته توپ رو برمیگرداند. یک بار موفقانه و دوم بار به بیرون میدان. مقصود با توجه خاصه و این ضربه مقصود است. یک ضربه دیگر ولی از توری بین نگذشت. برابر است 3-3. باز اشتباه میکنند. باز اشتباه هست. ولانو ایواز کرده میشوند. 4-3. و بسیار هم عادی است. حالا با داور مراجعت میکرد که او توپ رو هوا داد نه اینکه زد. نه اینجا الکی چی امتیاز رو با کی میدیند؟ و دومین ضربه خیلی هم موافق بود برای امتیازگیری. 5-4 است. همه ضربه ها اینجا گردانده میشن ولی به اوت میفرستد در آخرین مورد.
بله 5-5. این همون دیمیتری پانارین که ما با شما لکه در این باره گفتیم و باز یک امتیاز دیگر برای قزاقستانی ها 6-5 است. دوستان گرامی شما گزارش آخرین ما رو از قصد تنیس از بازی بدمینتون میبینید، اما اینجا ببینید چی هنری والای دارد بازیگری ازبکستانی است. این جباروف افوربک جباروف سوب رو باز برابر میکند 6-6. چگونه تیز این ضربه ها رو میگردونند ولی موفق میشوند قزاقستانی ها و حساب رو برابر میکنند. حالا بله یک لحظه دیگر بله جا حساب الکی برابر شد 7-7. اشتباه است از جانب کولماتوف. بله حالا نشان میدهد که ناخواست من گردوندم، ضربم سخت بود چم باید کرد. ولی اینجا توپ در میدان 9-7. اینجا سومین مرتبه است که ما همین گونه بازی کردن افوربک جباروف رو میبینیم که با پشت میگیرد و این نوبت یک مورد اگر خوب آمده باشد پس دو مورد دیگر خطا کرد. حالا باز یک مرتبه دیگر این بازیگر همین گونه اصول قبولی توپ ها رو مشق کرده بود، از در برعلا است در اکران های ما بشه و میخواهد که زیبا بازی کند. نه و باز یک امتیاز دیگر 10-9 و به نقطه میانه خود این ست هم برسد و 11-9 یک لحظه تنفس است. بسیار بازی جالب و دیدنی، بسیار هم سرعتی بلندی بازی از جانب بدمینتون بازی هر دو دسته نشان داده می شود. حالا اگر دیمیتری پانارین اینجا با هم دسته هایش صحبت داشته باشد پس مربی ازبکستان هم اینجا در اینجا حالا طوری که میبینیم انا اینجا یک بار دیگر دیدید چگونه موفق بازی کرد. این حالتی که با پشتی نادید از پشت توپ رو گرفتن این نه به هر کس موفق میگردد. ما از جانب پانارین هم این حالت رو دیده بودیم. اما در دیگر مورد خطا کرد. از این نقطه دیدید چگونه زیبا است جباروف بسیار مجلا بازی میکند. مگر این بازی هم با ست سیوم انجام یابد خوب انتظار میشویم. اما بازی در میدان خیلی زیبا است. باز چی است اینجا؟ نه اینجا 13 امتیاز است. میگه که نپرتافته توپ رو زد. چی است اینجا؟ حالا بحث هست میان داوران. یک لحظه حالا اجرای این بازی اگر باشد ببینید چگونه بود. خوب نمیدونم اینجا کولماتوف چی دعوا داشته باشد که توپ نپرتافته زد میگید یا چیزی دیگر. خب برنامه ولو قضیه داوران چی است؟ یک امتیاز ازبکستان میگیرد یا کی نمیگیرد؟ باز
13 بله گرفتند اونها و 13 11 و اینجا 14 امتیاز هم بسیار زیبا بود. 14 11 اوت 14 12 برابر تقریبا میشوند 13 14 حالا باز همون کلماتوف اینجا ارسال میکند برابر میکنند حساب 14 14 نهایت ایدموراد کلماتوف و مقصود تاجیبولایف با حریفان خود برابر شدند. چگونه ضربه عالی که نتیجهش امتیاز است 15 14 در میدان است 16 14 فوق‌العاده بازی میکند اینجا غفوربک جباروف. خودش ارسال میکرد اما به سادگی این توپ رو از دست میدهد و حالا میگوید که ببینید این ارسال‌هایش همین گونه غلطند 15 16 کلماتوف همین گونه دعوا دارد بازیگری قزاق و خودشون هم نادرست بازی میکنند 15 7 17 15 17 معذرت میخوام. بسیار ضربه جالب پای در پای فشار و با اوت میرود 18 15 بسیار مجلا کار میکند اینجا. حالا ببینید این باز همون جباروف است بسیار دفاع خوبی دارد همه ضربه رو گرفت اینجا هم آخرین ضربه رو گرفت ولی خب کلماتوف هم در ضربه زنی ها هم تو ندارد. نوزده 16 دو امتیاز دیگر برای بازیگران ازبکستان ضرورت دارد. هایتموراد کلماتوف و مقصود تاجیبولایف میتوانند در این ست مغلوب شوند. 17 19 دو امتیاز فرق بین این دسته ها بین این بازیگران جفتی مردانه در بازی های ولی این ساده 20 امتیاز رو از دست میدهند. یک امتیاز دیگر است یک امتیازی که میتواند حساب رو برابر کند. خب 18 20 یک امتیاز رو کم کردند بازیگران قزاق. اگر هم تو بینیم غفوربک جباروف و هایتموراد کلماتوف در این بازی بیشتر امکانات ها رو استفاده میبرند و در دفاع هم خوب بازی میکنند. چی است؟ در میدان نیست بیرون از میدان 21 18 و ست دوم با غلبه غفوربک جباروف و بیلالدین کشکربایف انجام یافت. از ازبکستان حساب برابر شد 1-1 و اکنون ست تقدیرساز و حل کننده این ست سوم خواهد بود. حالا ببینید این همون استفاده اصولهای فنی زیبا از جانب غفورف است.
و این ضربه های بیباک بودن اینجا چالاکی بازیگران هر دو دسته رو در ست دوم توصیف کردن به مورد است. خیلی خوب بازی کردن. ست سیوم شروع می شود. در این لحظه هایی که ما به شما چیزی نگفتیم، سرداور این مسابقه از قزاقستان با داوران یک جلسه کوتاه برپا کرد، چون که در ارسال ها غلط جای داشت. حالا بار دیگر اینجا همین گونه غلط رو افشا میکنن. این لکه چهارم بار است که دسته ازبکستان مجازات می شود، یعنی ارسال ها رو خطا میکند، به پرتافتن توپ رو به بازی میدارند و این از روی قواعد بدمینتون من است. حالا 3-0. ببینید صورتی بازی رو چگونه زیبا است و فشار دسته ازبکستان رو. و این دفعه باز در این حالی که ما دیدیم بیلالیدین هم خوب بازی میکند. محض فشارهای همون بیلالیدین بودن که اینجا با کامیابی مشرف شد دسته ازبکستان و یک امتیاز اولینش رو به دست آورد. خوب ارسال بود ولی کلماتوف توانست جواب گرداند. 4-1. اینجا ضربه جباروف رو بازیدیم. پنج دو. بله اوت است. 3-5. بسیار کوتاه با ارسال میکند دسته ازبکستان. اینجا حالا بیلالیدین بود که خیلی خوب ارسال کرد ولی موفق نشد. حالا چی؟ 7-3.
و خوب بازی میکند. بسیار ضربه خوب بود از جانب بیلویدین کشکاربویف. هر دو خوب بازی میکنند، هر دو دسته ارزنده یکدیگر هستند و ارزنده همین فینال. اگر فکر میکنم که باز دسته های زیادتری در جفتی مردان اشتراک میکردند باز مجلاتر میشد، ولی گفتم شمارهشون کم بود به این نگاه نکرده فینالی این بازی ها هستند. 8-5 9-5. اینجا همون بازی های والیبال با خاطرم اومد که یک دست به نوگش میرسد به توپ و همین گونه پرواز میکنه. اما دفاع دسته ازبکستان حالا چشمرس است. ولی از خط دوم اینجا تاجیبولایف مقصود ضربه خوب زد. 10-5. خب یک برابر زیاد است امتیازهای کلماتوف و تاجیبولایف. ضربه های پای در پای جاباروف گرفته می شود. چی میگه؟ توپ از میدان بیرون بود. 10-6. قزاقستانی ها به بیرون میدان آمدن، چون که اینجا اگر 11 میشدند پس نیمه ست سریوم هم به پایان میرسید، اما این طور نشد. توپ بیرون از میدان بود، بگن اوت. خب از اون اشتباهی که اینجا بودن زیاد نمیگیم، اما اشتباه خیلی زیاد بودن. و نهایت 11-6 و حید مراد کلماتوف و مقصود تاجیبولایف این دفعه خیلی پیش هستند و امکان غلبه 2-1 رو انتظار می شوند. فرق ندارد کدام دسته که غلبه نکند 2-1 می شود. خواه ازبکستان و لحظه های تکرار رو حالا اونجا دوستان گرامی می بینیم. این لحظه های بودن که خیلی جالب، خیلی زیبا این ضربه ها رو پای در پای ببینیم. برمیگردیم به ادامه بازی دوستان گرامی. حالا قزاق‌ها توپ رو به بازی در آوردند و دیدید یک ضربه نهایت سخت از جانب غفاروف است و حالا توپ رو او هم عوض میکند. هفتم امتیاز رو به دست آوردند بدمینتون بازی ازبکستان. فقط اشتباه در ارسال‌هایشون هست که حالا ببینید آنها دیگر توجهشون هرچی بیشتر شد به ارسال‌هایی که به جا می‌آورند یا که توپ رو به بازی می‌دارند. 12-7. اینجا در حقیقت قائل شده ممکن است به مورد بیلولیدین همچنین. دیدن چگونه توپ رو برگردوند. حالا خواهیم دید. در حالت تکرارها و 13-8.
вале касбияташон баланд аст бозигарони ҳар ду дастаро, аммо аз дидгоҳи фаннӣ бартарӣ ӯзбекҳо доранд. Аз ҳисоб не, оло ҳисоб онҳо қафо монданд. ва ин лаҳза ҳоло туп расида буд ба ракеткаи ғаффоров. нӯҳ чордаҳ. бибинед зарбаҳо чӣ гуна бо шиддат зада мешаванд. ҳало ғаффорбек ҷабборов бисёр муҷалло бозӣ мекунад. ҳоло боз ҳамон ғаффорбек ҷабборов дар қисмати пеш. ин дурудароз аст дӯстони гиромӣ, ин хеле ва хеле дурудароз буд инҷо ки мо бо ҳам дидем. Таҷибуллаев 16-9. бозии зебои ду даста. ва зарба дар майдон. ва тавре мебинем инҷо ҳисоб тағйир меёбад. 16-10. хуб, ғаффорбек ҷабборов, ҳар ду маврати ғаффорбек ҷабборов дар экранҳои мо шумо, Билолиддин Қушкарбоев ҳам инҷо аз Ӯзбекистон, ҳар ду бисёр ҳам маҳорати аҷиб доранд. Аз нигоҳи фаннӣ иҷрои зарбаҳои баргардонданашон зебо бозӣ мекунанд. ҳоло бубинед инҷо Таҷибуллаев Максуд як зарбаи хуб зад. 17-10. қазоқҳо дар ҳақиқат бисёртар зарба мезананд. Зарбаҳояшон сахт ва садояшро шумо мефаҳмед ки чӣ гуна баланд аст. 11-18. аут 19-11. Қушкарбоев инҷо тӯбро сахт ба ҷониби ҳариф партофт. 20-11. ва як имтиёзи матч пойнт ҳоло ба бозӣ гузошта мешавад. На, инҷо 12-20. албатта як имтиёз қазоқҳо мегиранд. ин бозие ҳаст ки бале тамом худашон ӯзбекистониҳо ғаффорбек ҷабборов ва Билолиддин Қушкарбоев ин имтиёзро ба ҳариф доданд. 2-1 аст дӯстони гиромӣ ва ғолибон муайян шуданд. ин дуюмин медалҳои тилло барои ҷуфти мардона ва ҷуфти омехтаи дастаи Қазоқистон аст ки дар бозиҳои дар Тоҷикистон шуда ба даст оварданд. ҳоло акнун рафти супоридани медалҳои тилло ҳам сурат мегирад. то ин вақт як лаҳза мо шумо интизор мешавем ки ҳоло ин бозигарон бираванд ба сӯи ҳамон ҳолатҳои
جالب بودن. من میخوام که این حالتهای جالب رو ما تماشا کنیم. بسیار هم اینجا بلالدین و هم غفوربک از دسته ازبکستان با یک مهارت اجرای فنی ضربه ها از خود نقش گذاشتند و این رو ما باید برای آموزش قبول کنیم، چون که از زیر پای یک لحظه این توپ رو برداشتن هم عجایب بود. خوب دوستان گرامی، این لحظه ها ما باز تکرار حالت های بسیار زیبا رو دیدیم. آفرین میگویم به هر دو دسته که برای ما و شما بسیار بازی زیبا نشان دادند. و اکنون حالا ببینید اینجا کسینیا پولیکارپووا، اونه که جای دویم رو گرفت، حالا صحبت میکند با یک بانوی دیگر، دوگانه‌اش شاید مسئول همین بازی ها هم باشد. به هر نوع حالا بیاید توجه کنیم برای سپاریدن این مدال ها معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پرویز صابرزاده آمدند و این تحفه ها رو میسپرند. خب پرویز صابرزاده خود از همین میان ورزشگران به وای رسیدند تا به اینجا آمدند. ما گمان میکنیم که آهسته آهسته همین گونه دستاوردها باز بالا خواهند رفت. خب حالا یک لحظه انتظار میشویم تا جابجا شدن و آمدن مدال ها. بله، حالا پرویز صابرزاده با دو نفر دیگر، رئیس فدراسیون بادمینتون تاجیکستان کبیرجان جورازاده و همچنین رهبر دستگاه کنفدراسیون بادمینتون آسیا چای ونتشنگ همینجا حضور دارند که حالا مدال ها را به صاحبانشان میتیند. غفوربک جباروف و بلالدین کشکربایف از ازبکستان بله مدال های نقره را به گردن می آویزند و گفتیم علاقه به شما که اینجا معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صابرزاده پرویز هستند که این جایزه ها را تقدیم میکنند. کمی دورتر باشد حالا اونجا کبیرجان جورازاده و تبریفتم چای ونتشنگ. و دوستان گرامی، با همین مسابقه سلسله بین المللی تاجیکستان اوید با بادمینتون به پایان رسد. یک روزهای خیلی خوش از آنها برای ما باقی ماند. بسیار بازی‌های جالب، بهترین ورزشگران از 21 دولت جهان اینجا حضور داشتند که ما و شما از لیاقت آنها، از خیلی هم مهارت بلندی آنها بهره بردیم. این روزها با شما بودیم ما کارمندان اداره گزارش ها و پخش مستقیم با گروه کارگران تکنیکی که اینجا حضور دارند. با همه تشکر میگیم که با ما بودند و با تشکر میگیم به شما که شما با ما هم بودید. ما علاویدین بریف اینجا با نقطه آخرین در بادمینتون، سلسله بازی های بادمینتون که با بازی های المپی پاریس 2024 بخشیده شده بودند و از اینجا امتیازها رو به دست آوردند. خیر.